عرض کنم که 11 سپتامبر یک حادثه بود که دنیا را به یک شکل دیگه حوادث رقم زد. یا مستقیما خود همین 11 سپتامبر عامل اصلی بود یا اینکه عامل اصلی پشت پرده بود، ولی حادثه 11 سپتامبر یک بهانه شد برای از که تحولات زیادی در سطح جهان رونمایی کنند. نسل جوان ما شاید بسیاریشان در اون زمان به خاطر نداشته باشه از اون حادثه حال 2 دهه میگذره. ما اگر شنیدن یا خواندن، ولی او زمان که این حادثه رخ داد ما باید یک زمینه از این حادثه را که بیشتر از او هم واضح حوادثی بود اینا را بگوییم که روشنی بر تبع حادثه 11 سپتامبر. 11 سپتامبر در شرایط واقع شد که البته حدود 10 سال پیش امریکا با سازمان دادن یک گروهی به نام طالبا در محدوده کشور پاکستان و تجهیز و تمویل از اونا را وارد افغانستان کردن و این مسئله قریب 1 دهه، یعنی از سال 73 که اینا شروع کردن تقریبا 7 سال تمام اینا جنگیدن در افغانستان. مسئله تصرف جنوب، ولایت‌های جنوب، قندهار، بازم هرات، باز کابل در سال 1375، مسئله شهادت استاد مزاری شهید پیش آمد و حادثه تلخی برای مردم ما و جهانیان بود. این مسئله را بعد از اینکه این حوادث پیش آمد آمریکا طور احساس میکرد که خب تمام مجاهدینی را که به نحوی یک روایت جدیدی از حکومتداری در اسلام ارائه میکردن، حالا یا حق یا ناحق یا خوب یا خراب، در کنترل امریکا نبود. لذا اونا امیدوار بودن که با همی آوردن طالبا کنترل حوادث در افغانستان به دست خود بگیره که اینا را تمویل کردن و تجهیز کردن و رساندن. در نزدیکی های پیروزیشان به اصطلاح بود که تمام تبلیغات صدای امریکا و مراکز تبلیغاتشان علیه دولت و علیه استاد ربانی و مقاومت و حزب وحدت و جنبش بود، اما حمایتشان هم در عرصه مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از طالبا بود. در یک چنین شرایطی چون طالبا یک مردمای غیر قابل پیش بینی هستند، بعضی هست همین مزدورا هم گاهی هست که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل میشه. اینا القاعده را آوردن، همون حس به اصطلاح اسلام خواهی که خودشان میخواین اینا را آوردن، القاعده را به افغانستان جای دادن. یا خویشاوندی هم بین آقای اسامه بن لادن و ملا احمد عمر آخوند ایجاد شد. گمان میکنم که یا دختر یا خواهر اسامه را گرفته بودنشان دیگه. اینا گفتن حالی که افغانستان گرفتیم بیاین که کارهای نوام بکنیم. باز اینا آنمو برج‌های دوگانه امریکا را، برج‌های تجارتی به نام تجارت جهانی را با آنمو تیارا زدن. وقتی که این تیارا زدن سرآغاز خراب شدن مناسبات به ظاهر دیگه مناسبات امریکا با طالبا این زمین جا بود که اونا خواستن القاعده را به اونا رهبرش تسلیم کنن، مذاکره کردن، ولی آقای ملا عمر یا به دلیل اسلام خواهی یا به دلیل غیرت افغانی که نام میکردن یا به دلیل خویشاوند شده بود که دخترشان پیش از اینا بودن، ملکشان بودن، لذا اینا ندادن. بعد از او این جنگ امریکا علیه طالبا شد بعد از 11 سپتامبر و یک حادثه بود که سرآغاز تحولات جهانی واقع شد. و در اون شرایط ما یعنی حزب وحدت که در سنگر مدافعه از افغانستان در برابر تروریسم بین‌المللی بودیم، به گونه‌ایش بود که پیش از این که یعنی این حوادث 11 سپتامبر رخ بده
در اونجا ما یعنی سمت شمال و مرکزی را قبلا ما در تحولاتی که طالب آمد از دست داده بودیم. تهاجمی که به شمال کرده بود در هفته اسد سال 1377 یا 1998، در اونجا 10,000 انسان مظلومی هزاره و شیعه به غیر نظامی به جرم مذهب و به جرم قومشان اونا شهید شدند. و ما به خاطر از این که دفاع از وطن ما بکنیم، به خاطر که دفاع در برابر همه رژیم بسیار افراطی و کشتارگری که ما را کفریت مردم شیعه و هزاره را اعلام میکردن ایستادگی کنیم. بعد از این که یک مرحله ما به مشهد مسافرت کردیم، به عنوان داستانش بسیار جالب است که یعنی اول که رهبرا به بیرون از افغانستان رفته بودن و من در یوسف مانده بودم. بعد از او اینا آقای جنرال دوستم زمان در مشهد بود، از من خواهش کرد که بیاین که ما و شما یک جلسه بگیریم که باز هم از مسیر حیرتان وارد شویم. دیگه من گفتم برای ما یک طیاره روان کنین. باز یک هنوز هم میدان هوایی بامیان طالبا اونجا حضور نداشت و یک نیروی 1,500 نفری از حزب وحدت در تنگی شهیدان هنوز مستقر بود، در حالی که رهبرا بیرون شده بود رفته بودن، ولی لشکر هنوز یا خبر نداشتن یا امیدوار بودن که برگردن. اینا در چی بود؟ در صدای مرا میشنوید؟ خب بله بله جناب استاد ادامه بدید. دیگه اینا از من در یوسف بودم، از من خواهش کردن که یعنی یک دفعه بیرون بیایم. من وقتی که طیاره طلب کردم گفتم در کجا بیایم؟ ما گفتم در میدان هوایی شیبرتو بیاین، در اونجا هنوزم حزب وحدت نیروهایشان در اونجا هست. باز یک طیاره ان32 داشت جنرال صاحب دوستم که امور میخواست روان کنه، ولی چون میدان هوایی چی نداشت، برق و روشنایی نداشت، در تاریکی نمیشد بشینه، روز آمده نمیتونست. هر قدر از ما خواستن که چه رقم در اون میدان نشست کنه، در اون میدان این بسیار یک چیز فیلمی است، در اون میدان شبرتون. ما گفتم ما دو طرفه میدان هوایی موترها رو چراغایش روشن میکنیم، فول روشن میمونیم دو طرف میدان و این طیاره سیودو بیاد مابین زمین بشینه در تاریکی مابین دو روشنایی، یعنی سرک یعنی خط میدان است. خلاصه دیگه یک پیلوت داشت آقای مارشال دوستم به نام خوجه، هر قدر که او را فشار آورد که برو، گفت برادر من خودکشی نمیتونم، در این میدان مشته نمیتونم. او را حتی لدکوبم کرد، بیچاره نامد، ترسید دیگه. باز یک جوان از بچهای هزاره به نام عبدالرزاق خان پیلوت بود که او هم حالی هست خدا او را نگاهش کنه دیگه. من فهمیدم این رژیم طالبا هست یا نیست. یک پیلوت بود دیگه، پیلوت مسلکی. یه آدم گفت من میرم. زلمه خان و یک تعداد پیلوتای دیگه اینا همراه شدن و ما هم از در یوسف آمدیم به یک اولن که بسیار داستانهای جالب است. از اونجا آمدیم باز در میدان هوایی قماندانایی که در تنگی شهیدان بود، خدا ببخشه، از دایکندی در اصلش یادم است که آقای اعتمادی، مصطفی اعتمادی بود، همراه دیگه قماندانا، از نیروهای بامیان بود، از نیروهای بیسود بود، از هر جای 1,500 نفر بود. قماندانایی پیش ما آمدن، آقای صابری سرخ خدا حفظش کنه، ای از چه بود؟ از لال سرجنگل هم اونجا بود. اینا پیش ما آمدن گفتن کجا میری تو؟ من گفتم من برادر، مرا جنرال صاحب دوستم خواسته که به یک مشوره کنیم و دیگر رهبرام هم اونجا هستن، یک تصمیم بگیریم. اینا گفت نه برادر دیگه فرار کرد، تو هم فرار میکنیم، ما این مردم این لشکر کجا شد؟ قدم جنجال کردن. من گفتم نه، من برمیگردم، من فقط به یک جلسه میرم. صدای من خاموش نمید؟ بله یک چند ثانیه قطع شد، دوباره وصل شدن. بفرمایید. بله همینجا قماندانا را که نام بردم شنیدین؟ خب بله بله آقای اعتمادی نام بردن. اینجا آخر اینا گفت وقتی که تو میری تو هم فرار میکنین، ما هم راید میریم دیگه، ما اینجا به رهبر و سپهسالار اینجا نمیتونیم لشکر تنهایی. خب باز من گفتم والا من خب مجبور استم برازی که این از در یوسف که آمدیم، ما به می مقصد آمدیم، مگه نه که سنگر در یوسف بود. من میخوایم برم که مارشال دوستم زمان جنرال بود دیگه، جنرال دوستم چی میگه و دیگر رهبرای حزب وحدت چی میگه، استاد خلیلی اینا رفته، استاد شفق و اینا، و باز بشینیم ببینیم که چی تصمیم میگیریم. من برمیگردم. اینا باور نکردن.
خلاصه انسیبودو را آمد دم شب تاریک، بینا کلشان در اطراف میدان بودن، موتورا روشن کردیم. تیاری انسیبودو آمد دم تاریکی در وسط دو روشنایی نشست کرد و خلاصه ما رفتیم و حال قرار است که پرواز کنیم. ما در طیاره بالا شدم دیگه، قماندان ها هجوم کردن پیش از ما. 60-70 تا قماندان برآمد دم طیاره انسیبودو. ما آخر اونجا ماندم دیگه. آخر برآمدم دیگه. آقای صابری سرخ، حسین صابری یادش بخیر، او هم شاید حیات است، یادش باشه. او بیچاره را که بیروباره زیر پای کرده، از دروازه تیر شده بودن، نزدیک جان او را کشیده بودن. بعد از اون دیگه ما پرواز کردیم و دم شب تاریک پرواز کردیم و رفتیم و داستان زیاد است در مشهد و تهران. و بعد از جلسات زیاد یک شورای نمایندگی درست شد اونجا در از جناب استاد خلیلی و استاد فیاض و استاد شفق و استاد بلاغی و دیگه اینا 15 نفر شورای نمایندگی شد دیگه. اعضای شورای مرکزی رو گفتیم برادر در ملک مردم پادشاهی نمیشه، یا برین در حوزه شامل شوین درستان رو بخوانین، یا برین کارتان رو به سری کورای خشتپزی کار کنین، یا هر چله که بلد هستین. ما پس میریم به افغانستان. یعنی می بود که ما مشهد آمدیم با یک پرواز نظامی پرواز کردیم تاجیکستان و از اونجا رفتیم پرواز هلیکوپتر در خواجه بهاءالدین در منزل قاضی کبیر امرای احمد شاه مسعود شهید جلسه کردیم. با او گفتم برادر ما از در یوسف که رفتم، من قصد رفتن نداشتم، مرا جنرال دوستم و اینا خواستن بود، رفتم. این حال پس میرم به بلخاب. گفت بلخاب اونجا گرفته طالب. ما گفتم بلخاب 1000 کو داره، یک چند کویش گرفتم اونجا. مخابرات داشتم، با تماس بودیم اونجا. خدا بخشه استاد یاسین و شهید شکیب و خرم و شریعتی و بلخابی ها همهشون شبانه روزی قدما تماس داشت. من گفتم قماندانای من اونجا جا به جا هستن، من میرم پیش از اونا، انشالله یگان کار میکنیم. بسیار بسیار برش جالب بود. من گفتم من اینجا امرای تو بشینم، روزی که جنگ شود دقیقا از این میمانی که ما را در کجا جا به جا کنید در محترا. مثل که دیگه عذاب شیعه من اونجا بودن دیگه. رهبرا اونجا جناب استاد کاظمی بود، جناب استاد انوری بود، سید علی جاوید بود، جناب استاد عرفانی هم اون زمان اونجا بود. من گفتم خو اینمی رهبرام که می جست اینا خود دفاع نمیتونن دیگه. در روز حادثه که میشه اینا بیچاره در کلفگان و در بدخشان این رقم من زندگی نمیتونم. من میرم در بلخاب. بعد از اون گفت خیلی بسیار خوب. یک هلیکوپتر خواست در نزدیک هفته و پراپر بود که ما در چی شدیم در هلیکوپتر رو پرواز کردیم از خواجه بهاءالدین طرف پنجشیر دیگه. ولی آقای احمد شاه مسعود شهید جالب آدم بود. طیاره پایین شده رفت لب دریا در یک ریگزار شش. من اول فکر کردم طیاره سقوط کرد، ترسیدم. بعد از دیدم نه طیاره نشست کرد. گفتم چه خبر است؟ گفت یک کمی کار است. پایین شد تا اونجا در لب دریا در استاد شد نماز و بادگارداشم قدر جماعت کردن نزدیک که هفته پریده بود. نماز دیگر خواند. خب گفتم بخیر تیر شد. من فکر کردم که طیاره سقوط میکنه. بعد از دوباره پرواز کردیم رفتیم در هلیکوپتر در پنجشیر. در شام تاریک بود در اون میدانه که اونجا شدیم. باز اینجا حال جلسه میکنیم که چه رقم بریم، راه چه رقم است. قرار شد که یک جور هلیکوپتر مرا از پنجشیر پرواز میکنه راست در بلخاب پایین کنه. من گفتم مرا در بلخاب پایین کن. بحث در یوسف و بلخاب بود دیگه. در یوسف یک بلخاب جایش مناسب تر بود دیگه. بعد از او گفت که پیسه داری نداری که اونجا بریم. من گفتم برادر پیسه دیگه پیش دولت است که من از کجا کنم. گفته اگه 800 میلیون افغانی برید میتون بعد از او بخیر اکمالات با طیاره میکنیم، بس نگاه مالی نگران نباش. 100 میل کلاشینکوف همونجا بود، یک 11 میل پیکا منا را در طیاره بالا کردیم و رفتیم دیگه. وقت پرواز صبحگاهی که شد مسئول مالی عامر صاحب به نام خالد، او مچم در خواب مانده بود یا فرار کرده بود، خلاصه میخواست که این آدم خب میره کشته میشه اونجا در بلخاب دیگه 800 میلیون افغانی رو چه ضایع کنیم. خب به هر نتیجه ای که بود پیسه پیدا نشد. من با $7000 در جیبم رفتم در عمق محاصره در بلخاب پایین شدم. البته پیش از داستان که چه رقم بریم نریم خو استخاره کردیم و اینا کار ملایی است که باز همه راه داد که برو 2-3 استخاره
او را نقل نمیکنیم که باز برادرها و خواهرها نگوین که این ملا را سعی که از استخاری خود گپ میزن. خب به هر حال ما رفتیم دم بلخاب پایین شدیم دم جای به نام کلکابه. اینجا به کل مجاهدین جمع شدن و خب ما خلاصه جنگا رو شروع کردیم. 3 سال مقاومت کردیم در بلخاب. در سال سوم بود که نزدیک آخر که من 1-2 سالش باز در صف آمدم، یک روز بود که مایکل سمپل گندم آورده بود دمی دم مردم در صف قحطی بود. 5 سال متواتر قحطی آمده بود، گشنگی مردم علف میخوردن. گندم آورده بود. باز با من مصاحبه کرد. باز من گفتم تو نماینده یک نوع نمایندگی ارتباط ملل متحد یونیچان هم داشت مؤسسشان، به ملل متحد به نهادایش بگو که این مردمی که خانه ما را در میته، در صف در میته، بلخاب در میته، بامیان در میته، اینمی یک روز خانه دنیا را خراب میکنه، خانه دنیا را در میته. مصاحبه کرد و مصاحبه مرا با گرفته بور ثبت کرد. شاید پیش مایکل هم باش. بعد از او 2-3 روز بعدش برای من مایکل زنگ زد، گفت که او برادر اونم گپ تو راست شد. گفتم کدام گپ؟ گفت تو این نگفته بودی که امروز خانه ما را در میته، صبح خانه دنیا را؟ گفتم بله گفته بودم. گفت اینا رادیو رو تعقیب کو میبینی. شام بود رادیوی بی بی سی رو تعقیب کردیم که گفتن که 1-2 تا طیاره آمده و در برجای دوقلو زده و اونم داستانی که 3000 نفر کشته شده بود. دیگه این بود که سرآغاز تحول دنیا شد. اینمی بود که آقای بوش استاد شد و عصبانی و شوک آدم شوک دیده و گفت که ما دیگه این تعقیب میکنیم نمیمانیم. باز اونا رفتن دست شورای امنیت سازمان ملل مجوز گرفتن از اونجا که حمله کنن سر دشمنای خود در افغانستان. بعد از او اینا با مارشال فهیم در تماس شدن که جانشین احمد شاه مسعود شهید شده بود، چون در 9 سپتامبر خود احمد شاه مسعود شهید شده بود. دیگه اینا به او تماس گرفتن که ما میاییم به افغانستان. اینا با ما در تماس شدن که با ما و مارشال دوستم و استادتا که او برادران اینمی امریکایی ها میخواه کمک کنن، شما میخواه که پیش تا نیرو پایین کنه، طالبا رو بزنه، شما چی میگین؟ خب ما هم راستی گرچه خو ما خو نیروهای نبودیم که قد امریکا کدام سلام علیک داشته باشیم و از امریکا خوشم هم نمی آمد، امریکا را یک قدرت استعماری می دانستیم، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. گفتیم بیا وقتی که آل دشمن دوست است، آل که اینا آمده قد طالبا دشمن شده، بیا که اجازه بدیم که بیاییم. ما گفتیم بیاین که به قول کرده که خدا بیارتان. اینجا برادر امریکایا یک دینمیره شرایط بود که تیارهشان 1-2 بال هلیکوپتر کبرایشان شب تاریک آمد در صف نشست کرد. اولین بار این نمیفهم که خوب است یا خراب، این کمال است یا گناه است. اینمی اولین نشستش در منطقه حزب وحدت در صف شد. حزب وحدتی که مردم از پیش خورا ما را به عنوان ضد امریکایی میشناخت. حالی از این که او در گلون بچه زیر پای میگه، از این که طالبا خفه کرده هم میگیره در اونجا 3 سال مده محاصره هستم. گفتم بیا خیر است بزنن، باز میبینیم مرکز کار خود میکنه. اینمی بود که در پالوی پایگاه حمزه سید شهدا ما اونجا یک فرقه ساخته بودم، بسیار یک فرقه کلان در صف فوره همگی دیده. در پالوی از او اینمی چی آمد تهران نشست کرد. 18 نفر امریکایی که راهنمای تیارات بود اینیا از اینجا پایین شد. خب اینا که آمدن پالوی ما یک چای خوردن و باز گفتن خب ما پیش ما جنرال دوستم میریم. جنرال صاحب دوستم یک 10 کیلومتر از ما پایینتر در منطقه تنگی حسنی در اینجا قرارگاهش بود که هم منطقه هزارنشین و منطقه درسب است. اینا رفتن پالوی آقای مارشال یا جنرال. پالوی که رفتن اونجا یک مستشار ایرانی از برادرای سپاه بود، پالوی مارشال به نام آقای دیقان. خب او آتش در یک جای جور نمیره دیگه. اینا که رفتن پالوی جنرال دوستم، آقای دیقان از اونجا آمد در قرارگاه ما. من گفتم خیرت بود چطور آمدی؟ گفت والا اونجا خوب نمیشد که هم ما باشه هم امریکایا باشه. خب یک قصه و اینا. باز اینا البته او زمان آقای سردار دیقان برای من پیشنهاد کرد که شما امریکایا را نمانین چه که با اینجا. من پیش از گفتم برادر جان ما در غم طالب ماندگیستیم، طالب
ده ها هزار نفر ما رو کشت، رهبر ما رو شهید کرد. ما خد طالب جور نمیم. وقتی خد طالب جور نمیم، یعنی امریکایی هم از اون آسیب دیده، ما آسیب دیدیم، هم درد شدیم. بیا که می طالب برداریم، باز از اون توکل به خدا هر چی شد. یعنی بود که اینا رهنمای هوایی بودن که باز رفتن در امرای مارشال صاحب در خط جبهه رفتن، در پایین در اصاف دیگه راهنمایی که سنگرهای طالبان را اینا از هوا قد بی 52 زدن. یک ماه نمی زمین و هوا جنگ کردیم که طالبان رو متلاشی کردیم. این از اینجا برادر کل نیروهای ما و مارشال دوستم و سادتا رفت به مزار سقوط دادیم. بعد از مزار اون آمدیم به طرف کابل، بخیر که کابل سقوط کرد. و این 11 سپتامبر سرآغاز یک تحول جهانی شد. تحولی که بعد از او در عراق و در سوریه و در لیبی و در همه جا که جنگ کرد امریکا، خب در پیوند از این حادثه توجیه کرد همه چیزه. وقتی که ما چی شدیم ایناله که چی نتایج داشته این حوادث برای افغانستان و چی حوادث داشته برای مردم افغانستان و چی حوادث برای منطقه چی نتایج داشته. 2 ماه بعد اجلاس بن شد و در اجلاس بن یک حکومت جور شد به نام اداره موقت. اداره موقت افغانستان که جور شد، او را یک تنها امریکا جور نکرد، او را تمام دنیا توافق کرده. حال شاید بعد جا بگوین که این حکومت هایی که در 20 سال که در افغانستان بود، این حکومت ها همه به اصطلاح دست نشانده امریکا بود و این طرح امریکا بود. اینی را باید انصاف بکنن که اینمی حکومت اداره موقت در قدم اول اراده کل مردم افغانستان بود و اراده کل دنیا بود. در اینجا دوست دشمن به هم دوست شدن سر از این که افغانستان یک حکومت داشته باشه که حکومت یعنی مورد توافق همه دنیا باشه و نقطه تفاهم همه جهانیان باشه، نه نقطه تقابل و نقطه تضاد. اینمی بود که همه توافق کردن، هم امریکا، هم روس، هم ایران، هم پاکستان بود نبود چین، اینا همهشون توافق کردن. بعد از او اداره موقت به افغانستان آمد. افغانستان برای اولین بار دیگه بعد از 30 سال جنگ یا 20 سال جنگ یک اداره شد. اداره که در اونجا همگی توافق کرده بودن. در اینجا بعضی میگن که طالبا که نبود، اینمی نخیصه بود که طالبا نبود و سرانجام چیز نشد، دوباره حوادث دیگرگون شد. نه، اینطور نبود. طالبا اول و زمان آماده نبودن که در یک چنین چیزی بیای اشتراک کنه همراه دیگرها، چون همال هم آماده نیستن. روحیشون برای نبود که با دیگرها یک جای شوند، خودشون نمی آمدن. و ثانیاً اونا دیگه متلاشی شده بود، یک چیزی منسجمی نداشتن که یک نماینده از اونا به اینجا اشتراک کنه. این که آمد اداره موقت شد. 6 سال اول اداره موقت یا 7 سال اول به طور مسلط بود بر افغانستان که هیچ گونه کدام ناامنی، کدام جنجال نبود. در اونجا حکومت بسیار موفقانه پیش رفت. لوی جرگه اضطراری شد که اداره انتقالی را تشکیل داد. لوی جرگه انتقالی بعد از قانون اساسی را تصویب کرد، انتخابات ریاست جمهوری شد و بسیار نرمال دموکراسی شکل گرفته بود. اما بعد از او روایت عوض شد. ببین که باز هم یعنی در اینجا دست خارجی کار کرد، روایت عوض شد و الا مردم افغانستان به نتایج خود رسیده بود، حکومت داشتن و طالبان متلاشی و محو شده بود. یک روایت دوست ما آقای خلیلزاد جور کرد که نه، خطر اصلی که هست این طالبان نیست، خطر اصلی ائتلاف شمال است، خطر اصلی جنگ سالاراست. ما باید بریم به خطر اصلی را از بین ببریم. این طالبان قدر خطر زیاد نیستن. اینی مسائل که به پیش کشیدن دیگه طالبان یک نوع مسئولیت پیدا کرد، یک نوع مسئولیتی که صدای من میشنوین؟ بله جناب استاد، ما بدید. اینجا طالبان کم کم رشد داده رفتن تا اینی که طالبان به صورت یک مقاومت در آمد. کم کم در جنوب ظاهر شد، بعد از جنوب کم کم جنجالایشان به شرق و غرب و به شمال کشانده شد. اینا همه یک چیز حساب شده بودن. برای طالبان بودجه داده میشد، به طالبان به بهانه تامین امنیت راه و این و آن. برای طالبان یعنی
اکمالات میشد. حتی در یک مقطعی از زمان بحثی شد که با تیارای ناشناس طالبان انتقال پیدا میکنه به شمال، در جاهای مختلف، در قندوز، در بغلان، در فاریاب، در سمنگان، در هر جای اینا پایین میشد. طالبان یک نوع یعنی مسئولیت پیدا کرد و تا اینی که سرانجام طالبان دوباره سر قدرت آمد. اما که این امروز ما شما میبینیم تحولات 20 ساله افغانستان که مردم زحمت کشیده بود اینا همه برباد رفتن و باز هم این در یک مذاکره خیانتباری که در قطر واقع شد، در اینجا آمریکا به این نتیجه رسید که باز هم به مرافقای سابقه خود میدان بده، به رفقای سابقه خود میدان بده. اونا یعنی آمدن و بعد از یک توافق نامه اینا صدای مرا میشنوین؟ بله جناب استاد ادامه بدین. اینا را تحویل دادن قدرت را به طالبا و این مسئله اما بازیگر اصلی از قضیه جناب آقای خلیلزاد بود. در امریکا یک کسی به قدرت آمد که او به نام آقای ترامپ که همگی میفهمه که او یک آدم احساساتی و یک آدم سرمست بود، یک آدمی که بسیار به مسائل ریز کارهای چیز مطلع نبود. لذا خلیلزاد به حیث نماینده از طرف از اینا مذاکره کرد، حوادث را به نفع طالبا رقم زد. چون اولم در تأسیس طالبا آقای خلیلزاد به عنوان یک ما البته به عنوان یک چیز نمیگم، ما با همه قومای افغانستان یک نوع احترام دارم، به پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ولی خلیلزاد یک نوع فاشیسم است، یک نوع فاشیسم نژادی هستند. این آدم یعنی در ذهن شمی بود که یک حکومت پشتونی جور کنه و در رأس ازم خودش بیاد. که بار اولی که کرزی رئیس جمهور شد، در قدم دوم بسیار تلاش کرد که خودش رئیس جمهور شود، ولی رئیس جمهور شدن خودش زیاد زمینه نداشت، برای که یک رسوایی بود که هم نماینده امریکا باشه و هم سفیر اختیار امریکا باشه و با سوایش رئیس جمهور شود. هر قدر که راه را جستجوی کرد، قانون اساسی به او اجازه نمیداد. خلاصه این آدم به اساس روحیه نجات پرستی و قومگرایی که داشت، این امریکا را قربانی کرد، امریکا را فریب داد، منافع امریکا را به زمین زد، امریکا را در حقیقت لجنمال کرد و آبرویش برد. چون همیشه وقتی که در مذاکرات با ما که می آمد میگفت که او برادرها امریکا شکست خورده، امریکا دیگه در افغانستان مانده نمیتونه دیگه، یعنی میره بر شما میگیم که شما با طالبا کنار بین که امریکا رو به فرار است. یعنی این قدر امریکا را تضعیف میکرد که دیگه همگی باید به نفع طالبا دست بالا کنن. اینمی بود که اینا حوادث به نفع قومای خود به اصطلاح رقم زد. یعنی البته بسیار پشتونا از این ناراض است، پشتون مسلمان، پشتون مجاهد، پشتونی که دموکرات است، پشتونی که حکومت مردمی میخواه، اینا هیچگاه امی چی نیست، یعنی به نفع از اونان قدم نمیزنن. اما خود فاشیست یک مکتب است دیگه، یعنی فاشیست قومی، یعنی خلیلزاد و اشرف غنی و امثالهم اینا همه در شریک هستند. یعنی بود که کم کم زمینه را ساخت تا این که در اون مذاکرات توافقنامه امضا کنه که حکومت به طالبان داده شود. ولی یک بحث دیگر هم من باب ازی که خاله دلت نمانه، اینطور شده بود که خب یک مذاکره بین الافغانی شود، یک حکومت نو بیاید، این شود آن شود، که معلوم بودی یک گپ ساختگی است. چون تمام زمینه ها را برای حکومت طالب فراهم کرده بود. 7000 زندانی جنایتکاری که در قتل ها و در همه چیز دست داشت، اینا را به زور سر اشرف غنی را آزاد کرد. جنایتکارا چی از طالب بود، چی از داعش بود، همه تروریست ها. بعد از این که بندی ها را آزاد کرد، در قدم دوم تمام ولسوالی ها را این آدم به دست چی داد؟ به سر فشار آورد سر اشرف غنی که باید به طالبان تسلیم کنه. و ملاقات هایی که با ما میکردن در حضور کرزی بود اینا، میگفتن که نمیگفت آتش بس، میگفت کاهش خشونت. کاهش خشونت هم تفسیر میکرد که یعنی
ولسوالی های اطراف حکومت مزاحم نشه و طالبا او رو بگیره. خب منتها شهرهای کلان اینا حفظ کنن که مثل مزار و هرات و کابل و قندهار. خویر همه که میفهم وقتی که کوهستانات بگیره، وقتی ولسوالی ها رو بگیره، شهرها رو میگیره دیگه. من با آقای خلیلزاد در یک روز در خانه کرزی بود، من گفتم او خلیلزاد چی میگی تو؟ یعنی ولسوالی ها و اطراف که ما تسلیم کنیم، یعنی ما هزارستان تسلیم کنیم به طالبان؟ هیچ باز در اینجا سکوت میکرد. یا مثلا دیگه سمت بدخشان و کجا و اطراف دوردست همه تسلیم کنیم. اینمی بود که این سر اشرف غنی فیصله کرد که 80 ولسوالی رو در یک روز اونا تسلیم کردن. بعد از اینکه ولسوالی ها تسلیم شد، قول اردوها را خود خلیلزاد، خود قماندان امریکا اینا به قول اردوها قمانده میکردن، خود اشرف غنی که جنگ نکنین همراه طالبان بدون جنگ، بدون از این که زحمتی یک فیر به دوش داشته باشه، آمد هم قول اردوی قندهار گرفت، هم هرات گرفت، هم پکتیا را گرفت، هم شمال گرفت، کلش اشرف غنی تسلیم کرد خلیلزاد. اما چرا خود آقای خلیلزاد، چرا آقای خود اشرف غنی چه نکرد؟ ننشست اونجا به همراه طالبان؟ اون چند دلیل داره دیگه. یکی که خودش هم گفت که من ترسیدم که حادثه دکتر نجیب تکرار شود که او را نکشن، و دوم این که نخواست که یک حکومت از خودش خلاص شود به دست یک کس دیگه بفته که او رئیس جمهور شود. خب که به این شکل بسیار عقده‌مند آدم بود، میگفت من باید دوره جمهوریت خود پوره کنم. و سوم مسئله ای که راههای دزدی خود گم کنه. هر چی که از چی دزدی کرده بود، از بانک‌ها کشیده بود، پولا رو برده بود، میلیارد دلار تا 7 سال برده بود. و نمونه را دپایش گم شد و کسی بازخواست نکنه که کی برد و کی نبود. تمام دفتر و دیوان برهم داد و فرار کرد و رفت. یعنی مسائل باعث شد که 11 سپتامبر، یعنی بعد از 11 سپتامبر یعنی حوادث به طالبا شکل بگیره و با طالبا رو سرانجام بیاره مسلط کنه. اول جنگ کنه با طالبا یک دو دهه. البته پیشتر عرض کردم در 7 سال اول خود جنگ نبود، بعد از اون کمپیش جنگ بود. بعد از اون حوادث را به طالبا تحویل کنه. یعنی بعد از 20 سال شعار دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقوام و مذاهب و همه این شعارها رو که امریکا میدادن، آخرش همه‌اش بردن به یک پایمان منطقه‌ای خود به اینا دادن. امریکا اگرچه از نگاه ظاهر بسیار به عزت شد، شکست خورد و این آبرویش در دنیا رفت، تحقیر شد، دیگه هیچ کسی به او اعتماد نمیکنه. دیگه همه هم پایمان‌های منطقه‌ایشان یا باید به دامن چین بره یا روس بره یا قدیران سر کار داشته باشه. کسی دیگه اعتماد نمیکنه به امریکا. این به عزتی را کرد. اما امریکا فقط دلش به همین قدر خوش است که طالبان دستبردی اولیه‌شان است. یک توافق پشت پرده با اینا کرده که سیاست‌های منطقه‌ای امریکا را در اینجا اونا در اطراف افغانستان اونا تطبیق کنه. یعنی مزاحمت برای کشورهای همسایه و این جنجالا را داشته باشه که طالبان به او قول داده، ولی طالبان هم به اونا قول داده که این کارو میکنیم، هم به کشورهای همسایه. هر دو طرفش اینا اما خاملوز کرده، قدشان مانده که ما قدتان هستیم. باز آخرش معلوم نیست که طالبان قد امریکا میشه یا قد منطقه میشه. هر دو طرفش حال طالبان را سپورت کرده رایستن، ولی در واقع امر است که طالبان از امریکا جدا شده نمیتونن، برای که کسی که نان دهد فرمان دهد. طالبان ماه هفته 40 میلیون دلار به نام حقوق بشری میگیرن، کمک های بشری که اون ماه چند میشه 160 میلیون دلار. این که ظاهر امر است. و در هر ماه 480 میلیون دلار پول میگیره که معاش عسکرش است، معاش پلیسش است، معاش امنیتش است و اداره دولتیش است. کل از اینا رو امریکا اکمال میکنه. کشورهای منطقه میخواه که خشک و خالی مهار طالب به دست داشته باشه. اینا او پولی رو که امریکا میده داده نمیتونه. این پول هیچ کدام از کشورهای منطقه داده نمیتونه، مگر که چین کارا بکنه. چین به خاطر از اینکه حالا گفته میشه که اونا قریب به رسمیت هم میشناسه، با تمام معادن افغانستان هم قدشون غیر قانونی قرارداد کرده. اگر اونا بشناسه احتمال داره که اونا یک کشور غول‌پیکر کلان است، اینا رو پول داده بتونه. اما دیگرای پول داده نمیتونه. اما ولی من هنوز هم ترجیح این است که
امریکا و طالب با هم دروی یک سکه هستن، جدا شده نمیتونن. اینایی که میخواین کشورهای منطقه اگر بخواین با طالب یک مسئله استراتژیک و دراز مدت داشته باشه، اینا اشتباه میکنن و سرانجامشان اینا بعد از اینکه اگر طالبا خود مستحکم جناب استاد معذرت که وسط صحبت‌های شما میایم، میخواستیم یک تذکر کوتاه داشته باشیم، چون شما شاید خسته شده باشین، یک گلو تازه کنین. در این قسمت ها هم میرسیم. اگر آل صحبتتون جنبندی صحبتتون می داشته باشین. بسیار خوب. به این ترتیب امروز ولی این کشورهای منطقه نمیتونه که این طالبا را اکمال کنه، لذا طالبا با امریکا خواهد بود و روزگاری از اینا را به سیاهی در مبدل خواهد کرد. چنانچه من نام نمیبرم، در می شرایط شما دیده رایستن که بعضی کشورها را ناامن کرده رایست. اما ای که امریکا چرا هنوزم به رسمیت نشناخته و نمیشناسه، من فکر میکنم که هنوزم امریکا زمانی به رسمیت شناختنش نرسیده. امریکا پشت پرده با طالبا هست و طالبا را اکمال میکنه و تمام گپایش با مشوره هم است، اما به رسمیت که نمیشناسه به چند دلیل. یکی این که اگر به رسمیت بشناسه خویی میشه دولت قانونی و یک دولت با مسئولیت که بسیاری از مسائل بازی اینا نمیتونن که او کارهایی که امریکا بخواد بکنه. آمریکا از اینا به عنوان یک نیروی ضربتی جنگی وسیله استفاده میکنه، اینا رو به طور غیر رسمی یک دولت یک خودسر که بتونه هم کارهای از اونا رو بکنه و هم اون مردم افغانستان روز سیاه کرده که نه زن درس خواندن میمونه، دخترها رو تمامش نیم افغانستان از تحصیل منع کرده، اونا کشتار است و زدن است، اونم کارهایی که میکنن. آمریکا به قصیز و گپا نیست، او که دموکراسی و حقوق بشر و گپاش کل دروغ است، یعنی می کم پیمانش است که می گپش گوش میکنه با همین میمانه. یک دلیل. دوم این که اگر امریکایی رو به رسمیت بشناسه باز کشورهای منطقه شک بردار میشه، او یعنی که امریکا به رسمیت شناخت حتما با امریکایی سر و کار داره. این میخواد که کشورهای منطقه را همچنان دلگرم نگاه کنه که امریکایی را به رسمیت نشناخته، حتما این با ما سرانجام خواهد شد، ولی نخواهد شد. امریکایی را تا زمان رقم پیش میبره که دیگرها به رسمیت بشناسه و باز در آخر بگه خب حالا که شما به رسمیت شناختین نه ما هم میشناسیم، تا اینکه باز همو نفرشان همو پیمانشان در کشور مسلط باشه که روزگارا البته آمدنی نخواد بود، برای که یا اینا امریکایی میمانن و با این حالت یا منطقه‌ای میشن. اگر با امریکا رفت منطقه از اونا دور میشه، اگر با منطقه آمد امریکا. و سلام دیگه میشنم از شما. ممنون شما جناب استاد محقق. خوشحال هستیم که در این برنامه حضور دارین و صحبت‌های شما را دوستان میشنوه و ما همچنان مستفید میشیم. معذرت همکار گرامی بانرسانی شما هم خوش آمد میگم. خواستم یک شرح کوتاه در رابطه به سیستم برنامه داشته باشیم که جناب استاد هم مطلع شوه و متوقع دوستا همچنان که تازه پیوستن. در قسمت اول بس دوستایی درخواست مایک ارسال کرده، حتما مایک شما پذیرفته میشه. بنان در قسمت دوم برنامه صحبت‌های سوالات شما را از جناب استاد می داشته باشیم و مایک شما حتما قبول میشه و یا هم اگر سوالاتتون در کامنت یا می اسپیس بنویسید هم بهتر است. جناب استاد محقق، همراه دوستا و همکارا ما هماهنگ هستیم در رابطه به نوعیت برنامه. از 11 سپتامبر بخیر آغاز کردیم که تشریحات شما را داشتیم در جبهه مقاومت در بلخاب گرفته تا زمان خلیلزاد که این صحبت اخیر شما بوده و رسمیت شناسایی حکومت طالبان دور دومش. همین قسم آغاز میکنیم از سوال که در زمان 11 سپتامبر بوده، بعد سوال دوم در زمان انتخابات ریاست جمهوری میه و همچنین همین قسم تثبیت فیصدی اقوام بر اساس چی مستندات بوده و هم سوالا ادامه داره. در این قسمت از بانو لسانی خواهش میکنیم همراه دوستا سلام داشته باشه و همچنان سوالتان اگر از استاد داشته باشین خدمت شما مایک است بانو لسانی. تشکر از شما آقای سلطانی. عرض سلام و احترامات دارم خدمت مهمان ویژه ما استاد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و همچنین تمامی بزرگان و سرورانی که در این اسپیس حضور دارند، چه کسانی که در بخش صحبت کننده هستند
و چه کسانی که در قسمت لیسنرها هستند و میشنوند. خوشحال هستیم که در این اسپیس در خدمت شما بزرگان هستیم. از صحبت‌های استاد محقق استفاده کردیم، به نکته‌های خوب اشاره کردن. مطابق صحبت‌های استاد و شواهدی که وجود دارد، خلیلزاد بزرگترین خدمت را به طالبان و جامعه نمیتونیم بگیم پشتون و به طالبان انجام داده، چون طالبان خود را حتی در حدی نمیدیدن که بتونن مذاکره بکنن، اما خلیلزاد اینقدر به اونا بالو پر داد، به جرأت داد که اونا تانستن بیاین در دوحه مذاکره بکنن و همچنان بعد از او حتی ادعای حکومت را داشته باشن و بتونن که به حکومت برسن. مطمئنا اگر خلیلزاد همراهی نمیکرد، کمک نمیکرد، نمیتونستن که ای در صحبت‌های استاد به وضوح بود. استفاده کردیم و باز هم دوست داریم که حقیقت‌های بیشتری را از استاد بشنویم، چون ایشان در سیاست بودن، پشت پرده بودن و از تمام موارد اطلاعات دارن. چیزی که من به ذهن آمد استاد ای هست که در کنفرانس بن 19% که هزارها باید در ادارات و در جوامع که کار میکنن می بودن و این تخمین زده شده بود یا بر چه اساسی این فیصدی را گرفته بودن و این که چرا حضور هزارها کمرنگ بود، مخصوصا در تمامی ادارات و همه میگفتن که کسانی که در رأس حکومت هستند مخصوصا از هزارها نقش سمبولیک دارن و اجازه ندارن که خیلی دست داشته باشن در پالیسی ها و موارد مهم سیاسی و حکومت داری. در این رابطه میخوایم که از شما صحبت هایتان را داشته باشیم. بفرمایید استاد بزرگوار. تشکر خانم لسانی، سلامت باشین. چنانچه در اولم جناب آقای رحیمزاده ظاهرا تشریح کردن که در موقع فیصله که در اجلاس بن صورت گرفت، ما در اون زمان نبودیم، در بلخاب بودیم. در اونجا از طرف ما جناب استاد محمد ناطقی از طرف حزب وحدت نمایندگی داشتن در اجلاس بن. البته یک آقای حیدری هم همکارشان بودن، منتها نفر اصلی آقای ناطقی بود. در اونجا بعد از جر و بحث های زیاد درباره ترکیب و ساختار سیاسی و قومی کابینه موقت افغانستان، هزارها به عنوان 19.5% ملاحظه شده بود که ما در اونجا 5 وزارتخانه و 2 معاونت رئیس جمهوری داشتیم. اگرچه ادعای ما بالاتر است، ما هزارها و شیعه ها در مجموع 22 تا 25% در افغانستان مورد ادعای ماستند که اگر یک سرشماری نفوس عادلانه و درست باشه، این مسئله روشن خواهد شد. چنانچه در انتخابات های پارلمانی در افغانستان ما با همه نواقصی که در ساختار بود، در ساختار کمیسیون و در انتخابات، ما گاهی 40 نفر نماینده، گاهی حتی 50-52 نفر نماینده از 250 نماینده افغانستان در پارلمان داشتیم که نشان میده هزارها بالای 20% است، حالا 22 یا 25%. اگر یک تذکره الکترونیک پخش توزیع شود و عادلانه سرشماری شود، این معلوم میشه. اما 19.5% در نظر گرفته شده بود و که وقتی اداره موقت آمد به می شکل بود که بعد از این که لوی جرگه اضطراری شد و حکومت انتقالی شکل گرفت، در اونجا هنوز باز از تعداد وزارتخانه های هزارها کاسته شدن، کمتر شدن و نقش اساسی باز هم به دست اینمی فاشستا بود، مثل آقای خلیلزاد و آقای غنی و امثال هم پشت پرده که اونجا چند کار شدنیه که مردم فدرالی میخواستن که باید نظام افغانستان فدرالی باشه. دیگه ایر بسیار با یک مهارت خاص آقای خلیلزاد گاه تهدید، گاه اگرچه خودش نماینده یک دولت فدرال بود که امریکا بود، ولی با یک تهدید و با یک تخویف و با وعد و وعید و بعضی‌ها را یک امتیاز دادن و معاونت دادن و اینا سرانجام چه کردن
یعنی راضی کردن که از فدرالی بگذرن و ریاست جمهوری شود با دو معاونت که هم غیر طبیعی بود. اگر معاونت هم میشد باید 3 یا 4 معاون میشد، برای که همو ساختار پایه‌ای اقوام افغانستان در اونجا رعایت میشد. اما به هر حال اینا به دست همو بازیگرای پشت پرده بود، مثل آقای خلیلزاد و امثال هم که اینا هم نماینده امریکا بود، هم سفیر امریکا بود، هم ناتو به دستش بود، هم تهدید و هم تخویف و هم مالی به دستشان بود که به هر طریق اینا کار میکردن. و باز در دوران بعدترش که دور دوم آقای کرزی آمد کمتر شد، بعد از دور غنی هزارها دیگه بسیار ضعیف شد در حضورشان در کابینه و اینا همه پشت پردهشان تصمیم چی بود؟ تصمیم امریکا و تصمیم حلقه خلیلزاد بود. بله استاد صدای شما را دارم. صحبت شما تمام شد؟ بله. ممنون جناب استاد محقق. انشالله که یک برنامه خوب می داشته باشیم و مطابق دوستا از مواردی که شما اشاره کردین، قضای پشت صحنه، این مسائل حتما استفاده میکنن و ما هم مستفید میشیم. شما در رابطه با فرقه در یوسف هم صحبت کردین و ای که یک بابت بالای طالبا هم حمله شد، اداره موقت شکل گرفت، بعد اداره انتقالی و همچنین نظم جدید سیستم انتخاباتی که در حدود 14 سال آقای کرزی در مجموع حکومت داشت و 7 سال آقای غنی که در مجموع 20-21 سال بعد از تحول 11 سپتامبر گذشت و در این 21 سال قضایای بسیار تند و تیز و سریع پیموده شد و قضایای سیاسی همچون ابعاد مختلفی را در افغانستان داشته که از جمله مسئله قومی بسیار حاد بوده که شما نسبت به این موضوع حساسیت های آقای غنی، آقای خلیلزاد را اشاره داشتین. از جمله دیگه ای که شما در رابطه با نظام فدرالی امیال صحبت کردین که و شما همچنان در کمیته سیاسی، رئیس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هستین و یا هم نقش خلیلزاد را در تشکیل حکومت و یا تداخل حکومت و یا هم ایشان گاه خواستن خود را در انتخابات های ریاست جمهوری کاندید کنه و از این مزایا به یک نحو استفاده هایشان را داشته باشند. موارد عمومی بوده جناب استاد. برای باز دوستا باز هم یک مشخص برنامه را معرفی میکنیم که 1.5 ساعت دیگه حتما برنامه ادامه می داشته باشه. مایکای شما پذیرفته میشه، مشکل نیست. قسمت دوم برنامه آغاز نشده، حتما سوالا از شما پذیرفته میشه و از جناب استاد سوالاتون راه کنید. جناب استاد در قسمت ای که شما صحبت های شما بوده و از دیگه سیاسیون هم از اقوام هزاره و تاجیک و پشتون همچنان بوده. پشتون نه، البته تاجیک ها بوده که نقش ضعیف شدن در قدرت بوده و در قسمت ای که روز به روز به صورت تدریجی نقشان کمرنگ شده در ادارات دولتی. شما ای را دخالت های خلیلزاد و امریکایی ها دانستین. بنا نقش رهبرای سیاسی از جمله خود شما جناب استاد محقق در این قسمت چی بوده؟ چقدر فعالیت داشتین که نمیده یک وضعیت اسفبار را به یک حد نسبی مگه بتونین کنترل کنین؟ اگر همراه دوستا در این قسمت صحبت‌های خوبی را برای 10 دقیقه داشته باشیم تا سوال دوم دیگر را بپرسیم. ما خدمت شما جناب استاد. درست. ما پیشتر عرض کردم که در اصل تشکیل اول حکومت موقت ما در چی نبودم در اجلاس بن، در اونجا نماینده اصلی مذاکره کننده جناب استاد ناطقی بود و کسایی که در اونجا کار میکردن پشت صحنه هم بودن. آقای حاجی رزگانی، حاجی توفیق رزگانی بود و آقای حیدری سفیر بودن که باش هم کار بودن و همچنین بعضی کسای دیگه هم دیگه. در اونجا روی ما همون قدر بود که اونا نماینده ما بود و یعنی تشکیل برای ما جور کرده روان کردن. بعد از او من رفتم به حیث معاون اداره موقت، معاون جناب رئیس و همچنین در کنار از او چند تا وزیر با هم رفتیم. خب ما وقتی اونجا رفتیم آرزوی مایی بود که یک شعار حکومت داری و حکومت بهتر و حکومت خوب بود از طرفی همین جامعه جهانی به اصطلاح امروزی آمریکا. ما فکر کردیم اینجا البته
که ما تجربه کار با امریکا و جامعه جهانی نداشتیم که عدالت از اینا چه رقم است، حکومت مردم داریشون چه رقم است. خود قدم اول مسئله خل سلا پیش آمد، گفتن DDR شود. ما صادقانه مسئله که داشتیم به حکومت تحویل دادیم و به مردم گفتیم که برین درس بخونین، بچهای هزاره باید کار کنه، درس بخونه، اقتصاد خود خوب کنه، علم به دست بیاره. شعار ما این رقم شد. چنانچه من در انتخابات ریاست جمهوری هم که رفتم شعار ما قلم بود. خب ما باور ما بود که جامعه جهانی در اینجا آمده پای سازمان ملل است، همگی که بسیار مردم ها امیر میگفته که سازمان ملل در اینجا پشت صحنه است و امریکا هست و اینا دیگه. ما صادقانه وارد کار شدیم، اما در جریان داخل کار رو که رفتیم او چیزی که مطلوب ما بود به دست نمی آمد دیگه. به طور مثال ما یکی از جمله کارهایی که رهبر شهید را پیش دست گرفته بود و از وحدت سرزو کار میکرد اونمو تشکیل 5 ولایت در مناطق مرکزی هزارستان بود که من امور روی دست گرفتم. 52 ولسوالی و 5 ولایت به شمول بامیان. خب بامیان تشکیل شده بود 4 ولایت دیگه. من اینا رو پیشنهاداشو جور کردم، امضای رئیس جمهور در پیشنهادم گرفتیم که بره به مرحله اجراات. اما آقای کرزی می کاغذها و پیشنهادهای هر ولسوالی و ولایت که جمع کرد برابر یک کتاب هم استاد کرد، برابر یک کتاب شده. بفین محقق صاحب گفتی پیشنهادهای تو یک کتاب برای شده. من گفتم جناب کرزی صاحب ببینم این حق هست یا نیست؟ اگه حق هست گفت این حق هست. که حقی هست؟ گفتم کتاب شوه هرچی شوه. خب مقصود که غیر حق نباشه. باز اینمی بود که کرزی یک آدم خوب است. البته ما کرزی هر کس هر چیز میگه، من یگان اختلافات نظر با او داشتم در سر انتخابات، سیستم انتخابات، در سر مسائل عدالت، گپای اختلافات سیاسی داشتیم. اما شخصا یک آدم شریف خانواده خوب است. چه داریم؟ اما این آدم ما سرش کار کردم که همین کارهای ما رو بکنه. آقای دوری که من وزیر پلان بودم همین گپای من از پیشنهادهای من فقط یکیش گفت بیا خیلی میره جور میکنم، باز دیگهش در آینده. اما ولایت دایکندی رو باز قدم موافقه کرد، باز ما را هیئت تعیین کرد. ما و همین اشرف غنی وزیر مالیه بود و آقای عتمر وزیر انکشاف دهات دیگه. نمیفهم که وزیر داخله آقای گمان میکنم که علی احمد جلالی بود. ما 4 وزیر تعیین کرد. خیبرین امیر شما مطالعه کنین، بررسی کنین. ما قبلا مطالعهش انجام داده بودیم، تمام کارهای جمع شده بود. اونم به سرعت ولایت دایکندی منظور شد که اگر 3 تا ولایت دیگه میشدی هزارها حداقل 3 ولایت دیگر می داشت که صاحب بودجه و صاحب کار و صاحب اختیارات اما داخل خود می شدن. ولو این که او در چوکات یک حکومت ریاست جمهوری می باشه یا در چوکات فدرال می باشه، در هر چوکات، ولو در چوکات یک پادشاهی میشه، پادشاهی مشروطه، ولی هزارها تا یک حد در حقش به دست می آمد. یعنی می کار یکیش که شد، در 3 تا دیگهش که فشار آوردیم. کرزی صاحب گفت که برادر دیگه جای هم تقاضا داره، یه اگه ما 3 ولایت دیگه هزارها هم رسمی بکنم سر ما غوغا میشه دیگه. یک روز یادش بخیر آقای سید طیب جواد از قندار است، او هم اونجا بود. گفت جواد جان چطور است می بیخی 3 ولایت اگر من یه منظور کنم خب مردم سر ما کودتا میکنه. بازو بیچاره هم خود دیگه یک آدم است دیگه از قندار مجبور گپ کرزی صاحب خب بله بگه فاق جناب رئیس میگه گپ شما درست است. خب خلاصه گپ ما ماند 3 ولایت دیگه ماند. گپ سر ازی بود که چطور این هزارها نقش ضعیف شد. خب نقش نمیست دیگه. اگر ما 3 ولایت دیگه می داشتیم نقش ما بیشتر میشد. 6 سناتور دیگه در پارلمان باز ما گرفته میشد. در وکالت‌ها تاثیر خود میکرد، در خدمات رسانی تاثیر خود میکرد. خب از این که بگذاریم باز وزارتخانه ها کم شد رفت و صلاحیتشان کم شد. آقای کاظمی خدا بخشه، شهید کاظمی وزیر تجارت بود. وزیر تجارت بود در مو وقتایی که کابینه نو دور دوم تشکیل میشد. این آدم یک روز آمد، بسیار خدمه خوب بود، خانه می آمد و با هم قصه میکردیم. یک روز آمد گفت برادر امروز گفت یک کار قهرمانی کردم. چطور؟ گفت خلیلزاد جواب کردم. چرا هم جواب کردم؟ گفت که خلیلزاد میخواست که تمام مراکز توزیع تانکای نفتی را
که بسیار عایدات کلان است دیگه، همین تانک‌های ذخیره نفت که است. اینا رو کلش در قراردادی بتم در عزیزی، یک کسی به نام عزیزی است. من در شخصا البته احترام دارم، یک وطندارم است، خب تا گپ سر است که چه فعل انفعالات پشت پرده و مالی اینجا میشد. گفتی خلیلزاد مرا گفت که برادر اینا رو کلش ویت قرارداد شد در عزیزی. باز من گفتم برادر این خب مسئله چی است؟ مسئله عزیزی که اینجا تجارت آزاد است، اینجا بازار آزاد است، کلی رقابت کنن، هر کسی که بهترین خدمت ارائه کرد اونمو ببره. نه که من مرد عزیزی بیتم یا چندین نفر در چند جای برندش. گفت بسیار فشار آورد. من جوابش کردم، من گفتم برادر بازار آزاد است، من نمیکنم. وزیر تجارت بود. من دست به دست زدم، گفتم بچه سعید، بچه آقا میگفتم برادر شوخی، بچه آقا خراب کردی. گفت چطور؟ من گفتم دیگه والا اگه چوکی سری شوکی تجارت بشینی که بری. نه گفت تا زمان کذای رئیس جمهور است، ما وزیر تجارت هستم. من گفتم اینا ما و شما باز با هم دیگر سلام میدیم. اینمی بود که در اون روزا در آلمان یک جلسه بود در برلین، یک جلسه نمیفهم که وزرای تجارت جمع میشد چی میشد. این آدم رفته بود. پیش از او شهید کاظمی تی بسته نمیکرد نیکتایی. همون روزی که آل سبایش میره یک نیکتایی سرخ بسته کرد آمده بود. خب من گفتم خدا خیر کنه این نیکتایی هم خوب بسته شد. دو از پیش از بلایی بود، یک خندش واز بود. بازی رفت و در اون جلسه اجلاس بن همونجا بود که کابینه کرزی دومش تشکیل شد و خلاصه دیدیم که آقای سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت نیست، وزیر تجارت کسی دیگه شده بود، نمیفهم کی شده بود. بعد از او من گفتم والا به دل خود گفتم خلیلزاد کار خود کرد، قد عزیزی بانک و قد تانکای نفت. این از اینجا بود که این کابینه تشکیل شد و ما هم وزیر بودیم یا نبودیم، اون زمان نبودیم، ما بخاری از کابینه بودیم. امی آقای مخارس قرار کرده بودم در چیز بعد از حکومت انتقالی دم یک سال هم شده بود، نشده بود که مسئله امی شورای هزارجات که امی سرکار که جور میکرد 3 فاز بود، 3 فاز سرک جور میشده. دیات ما نروی قضیه کاظمی صاحب که بازورم یا اول کاظمی صاحب خلاص کنیم. خب من از بازور میگم. بازی بود که از آلمان آمد بسیار اوقاتش تلخ و خراب در خانه ما در کارت 4 بود. آمد که سلام علیکی کردیم، گفتم بچه آقا نگفتم که خراب میکنی؟ گفت خانه از اینا خراب شد. کرزی صاحب گرچه به کاظمی بدبین نبود، کاظمی را خوش داشت، اما خب پشت تنبزور بود، نه پشت سر خو خلیلزاد بود دیگه. یکی خلیلزاد جواب کرده بود که دیگه تانکای نفت و تیل برای کی نداده بود، برای عزیزی، خب ولاگه اون رو میمان دیگه. باز گفته این سرانجام من گفتم در تو امروز گفتم که خلیلزاد جواب نمیکردی، آل بیزم چوری اصلا موسیقی افغانستان دوام داره دیگه. تو خب میخواستی امی چوکی هزاران نگاه میکردی، امیر میبودی خوب بود، هم یک راه باز بود در اونجا، یگان نفر برش تجارتش امضا میکردی، یگان نفر همکاری میکردی، اینا گفتم زده خلاص کردی. خب به هر حالی تیر شد. گپ سرازی بود که موضوع دیگه هم که نقش هزارها ضعیف شده رفت. این ما در اونجا کدام کوتاهی نکردیم، مقاومت خود کردیم، اما زور زیاد بود. قد امریکا و قد حکومت بسته که مسلط بود بر اوضاع 130,000 نیرو داشت، حضور ما نمیرسید. قدر ما هر کار که میکردیم اختلاف. صدای مرا میشنوید؟ بله جناب استاد. خب هر قدر ما چه فشارم می آوردیم دیگه زور ما مقدر بود. و اگر وقتی که دیدیم که کنفرانس برلین می رفتیم 4 میلیارد دلار به افغانستان دنیا کمک میکرد، در اونجا پروژه ها را معرفی کرده بود. پروژه ها را که این پروژه به اساس از اون بازم کمک ها جذب میشد دیگه. کمک ها که هماهنگ شده بود، پروژه ها از طریق وزارت مالیه شده بود، اگه نه باید از طریق وزارت پلان میشد. ما هر وزارت خانه را که میگفتیم شما درخواست هایتان روان کنین که تطاویت کنیم به خاطر برلین، اونا میگفتن که ما را رئیس جمهور گفته که در وزارت مالیه روان کنین. خب از این مثلا هم کمی ناراحت بودم. بعد از اون گپ ما سرزی آمد که همه 3 فاز سرکار را گرفته بودن. فاز اول 5 ساله سرکایی بود که شوراهایی که افغان ولایت ها را به هم وصل میکرد، از هرات به قندهار، از قندهار به کابل و شمال امیر قمدفاریا. این فاز اولش همی سرکای حلقه‌ای و همی سرکایی که ولایت ها را جور میکرد. در 5 سال اول باید جور شود. در 5 سال دوم باید
سرکای جور شوه که افغانستان رو به خارج وصل میکنن، مثل بندر تورخم و بندر اسلام قلعه و بندر حیرتان و اینا. به این سرکا رو باید پخته میکنن، اسپین بولدک و اینا. ایرا همینجا با فاز سوم سرکای بین الولسوالی ها بود، اما سرک شورای هزارجات گرفته بود و چیز و یعنی به فاز سوم که 15 سال بعد باید ساخته میشد. صدای من دارید؟ بله صدا شما داریم جناب. من یک کمی ببخشین که یعنی تکنیک بلد نیستم، این بچه هم نزدیک نیست، یعنی یک کمکی اگر مشکل نداره خب بگو مگه نه که من یک کمکی از پیش من بیسر شدم. چیز جناب استاد شما انشالله حضور داشته باشین، چون که درخواست‌ها خیلی زیاد رسیده. میخواییم که برنامه تا حد دیالوگ هم باشه، تعدادی از دوستایی که ریکوست فرستاده اونا رو هم داشته باشیم که سوالات خود از شما بپرسن. دیگه یک سوال از شما میپرسیم جناب استاد، دیگه را پاسخ بدین و بعد از او از دوستان مختصر سوال میگیریم که در اونا هم برسیم. ما حدود 1 ساعت دیگه ان شاءالله جناب استاد حضور داشته باشن، برنامه را ادامه خواهیم داد. استاد گرامی، سوالی که من میخواستم از شما پرسان بکنم و پیشاپیش شما جواب گفتین در ضمن توضیحاتی که تا هنوز ارائه دادین. او سوالی بود که چی شد و چرا با جناب آقای کرزی میخواستم میره بپرسم که وصل شما به فصل گرایید و روابط شما تیره شد که شما دلایل زور توضیح دادین و دوستان هم شنیدن. جناب استاد گرامی، شما یک بار خودتون کاندیدای ریاست جمهوری بودین در انتخابات ریاست جمهوری سال 83 که به حدود تقریبا بگم 95% آرای مردم هزاره را شما گرفتین و نفر سوم شدین بعد از آقای کرزی قانونی. و 2 مرحله دیگه هم فرد محوری یا عضو محوری در تیم دکتر صاحب عبدالله بودین و در این 2 مرحله هم آرای تقریبا 90 یا بگیم 90 یا 80%، حداقل 80% آرای هزاره ها به سبب دکتر صاحب عبدالله رفت و شما واقعا شخصیت تعیین کننده بودین در تیم آقای عبدالله. اگر شما نمی بودید آقای عبدالله یک موقعیت بسیار ضعیفی می داشت. جناب استاد، با توجه به وقایع دردناکی که در کابل اتفاق افتاد قبل از آمدن طالبان، یعنی در زمانی که دولت اسلامی استاد ربانی در کابل روی کار بود که متاسفانه روابط 2 قوم بر اثر رویدادهای ناگوار کابل به تیرگی گراییده بود. خب شما آمدین در انتخابات در 2 نوبت واقعا برای آقای عبدالله رای بالای قوم جمع کردین. به نظر شما تا کجا شما توانستین که این 2 قومی که خاطرات آزاردهنده از هم دیگر داشتن اینا رو با هم دیگر نزدیک بکنین؟ چقدر شما موفق بودین که اعتماد سازی بکنین بین تاجک ها و هزاره ها؟ ظاهرا که خیلی همی فاصله و قدر کم دیده نمیشه، نشانه هایش وجود داره در مناسبات های مختلف، در مناسبت فاجعه افشار ما در فضای مجازی حضور داریم، در فضای واقعی هم حضور داریم. متاسفانه خیلی او قدر چی نمیشه، یعنی پاسخ درخور نگرفته این همکاری مردم هزاره. تحلیل شما رو بخوایم داشته باشیم تا کجا شما موفق بودید و اگر نبودید دلایل عدم موفقیت شما در نزدیکی و همسویی بیشتر 2 قوم چی بوده؟ بفرمایید جناب استاد، سوال یاد شما باشه پاسخ بدین و بعد از اون باز برمیگردیم به دوستا و سوالات رو از دوستا میگیریم. بفرمایید. بسیار خوب. من گپ گفتم که سر از اون مسئله که ما همراه جناب کرزی صاحب باز اختلاف پیدا کردیم و برآمدیم از کابینه، به خاطر امی بود که اونا تمام خواستهای ما را اونا حاضر نبودن جواب بگن. میایم در ارتباط از این که ما در انتخابات ها چه کردیم. انتخابات اول خب ما به انتخابات ریاست جمهوری رفتیم و شعار ما این بود که یا انتخابات میبریم که تاریخ را به نفع عدالت رقم بزنیم و تغییر میتیم، یا اینی که اگر انتخابات نبردیم جایگاه مردم خود در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت میکنیم که واقعا هم همونطور شد.
ما نبردیم، اما جایگاه مردم ما تثبیت شد. بعد از او هیچ رئیس جمهوری بدون از اینکه در انتخابات 1000 را معاون اول یا دویم خود بگیره به انتخابات رفته نمیتونست، برای از اینکه میفهمید که رأی مردم 1000 تعیین کننده است. فقط یک آقای حکمتیار در انتخابات از 1000 معاون نداشت که باز خودش گفت که من خودم از برادرای 1000 نمایندگی میکنم، که اونم هم رأیش هم شاید 0.5% هم نبود دیگه. خب به این ترتیب یعنی او انتخابات اول همین رقم شد که ما 12.5% رای آوردیم با همه دستاندازی هم که شد. البته دستاندازی زمان کرزی زیاد نبود، ولی اما قدر بود که نگذاره که کرزی خیلی پایین بیه. اما درسته کرزی برنده بود. اما در ارتباط بعدیش که ما معاون دکتر صاحب عبدالله بودیم، خانمور ما بارها گفتیم که کرزی صاحب آماده نبود که ما همراه مشوره بده که ما با دکتر عبدالله بریم. او یا میگفت با اشرف غنی برین یا با البته یک بار من خود کرزی باز حمایت کردم در انتخابات دوم. باز انتخابات سوم که قد اشرف غنی بود، من معاون دکتر عبدالله بودم و رأی بالای را از هزارها شما گفتین من گرفتم که دکتر عبدالله در انتخابات قبلی از مردم هزاره از غرب کابل به طور نمونه بگیم از تمام غرب کابل شاید 1000 رأی نداشت، اما در انتخاباتی که من امروز رفتم و تمام رأی غرب کابل امروز از او بود، همچنین دیگه جای هزارستان. این حال او در اونجا خب به مو شکل بود که اگر ما امروز دکتر عبدالله موفق می شدیم، من مطمئن بودم که بسیار کار به نفع عدالت میتونستیم پیش ببریم، ولی خب نتونستیم، نشدیم، ما را نماندن دیگه. امریکا نماند یا خلیلزاد نماند، خانه آقای جان کری وزیر خارجه امریکا آمد رسما اعلان کرد اشرف غنی را رئیس جمهور دیگه، اگر نه انتخابات نبرده بود خانه. باز دوران سوم که آقای اشرف غنی باز دوران چهارم که دوران دوم ریاست جمهوریش بود که در انتخابات آمد، باز هم ما رقابت کردیم و اما رای هزارها با ما بود. به این ترتیب ما یعنی دیوارها و فاصله هایی که بین هزارها و تاجیک‌ها بود پر کردیم در این مسئله. ما گامای مهمی رو برداشتیم، یعنی 80% 90% رای هزارها به یک تاجیکی که او تاجیک در قضیه افشار هم متهمه، در قضیه کجا و کجا همگی امی که مردم ما شعور سیاسی پیدا کرده بود که البته امی یعنی به نفع است، اونم رای دادن اما آمدن. این ما وظیفه وطنی و ملی خود در ارتباط اقوام افغانستان کردیم. باز اینم یادآوری کنم که ما تنها با یخها را با تاجیکا آب نکردم، ما با پشتونا هم چی کردیم، یعنی یخهای دشمنی ها را آب کردیم. البته که کرزی درسته که دشمن نبود، اما خب مسئله هزاره و پشتون خب بود. من با آقای کرزی هم یک دور در انتخابات همکاری کردم، دور دوم انتخاباتش از او حمایت کردم و در انتخابات پارلمانی در آقای پارلمانی ما و آقای سیاف موافقه کردیم، در حالی که انتخابات کی هم اونجا آقای کی هم بود، آقای قانونی هم بود. اما ما فیصله کردیم که اگر آقای سیاف رئیس میشه، معاون پارلمان از حزب وحدت از مردم هزاره شد. البته که باز وقتی که انتخابات که نبرد، آقای سیاف نبرد، باز یک خوگری کردن که باز مرا در معاونت حمایت نکردن، باز آقای کی را آوردن، آقای عارف خان نورزی رفیق ما را او را حمایت کردن. خب یعنی ما گامای خود در برابر اقوام دیگه افغانستان بر دوستی برداشتیم، اما ای که اونا چی میکنن بازو بحث دیگه است. او بحث دیگه هستن که او نارفیقی های تاریخی از نو رو نمیتونیم که آدم نادیده بگیره دیگه. نه شما دیدین که گرچه بعضی برادرها شعار میتن، من از بسیار شعارهای خارج از استاندارد و دهن پرکون بعضیا راضی نیستم. میگه که هزارها روی عبدالرحمن چه کردن، هزارها را نتونستن که ایش بکنن. او برادر هزارها را عبدالرحمن چی که نکرد؟ هزارها برابر پشتونان نفوذشان بود. کتاب مستعمرات انگلیسی که بخونی اونجا 2 میلیون خانوار هزاره گفت، 1 میلیون خانوار یا 2 میلیون خانوار هزاره، تا دقیق یادم نمونده که 1 بود یا 2، مقصود برابر پشتون گفتن. چی 2 میلیون نفوس، 2 میلیون نفوس هزاره، 2 میلیون نفوس پشتون. خب اما قدر کشتن که حالا ما آمدیم در نفوس دوم یا سوم سقوط کردیم.
خو اینمی جنایت عبدالرحمن کرده دیگه، تونست دیگه. اینمی که 100 سال ما در سکوت ماند، خو اینمی که تونست دیگه. اینمی که اعمال هم احیا نمیشه مرچه میزنیم، خو اینمی نتیجه کار عبدالرحمن است دیگه. پس چرا یک شعار میتیم که ما را کس چیزی نتونست؟ چیزی میتونه. اگر درست حرکت نکنیم چیزی میتونه. ما میخواهیم که دوستی با همه اقوام بکنیم عوض دشمنی. با دشمنی کار ساخته نیست. از درای دشمنی به جای هم نمیرسیم. ما طرح دوستی را هم با تاجیک ها، هم با پشتون ها، هم با ازبک ها ریختیم. با ازبک ها چنان متحد بدیم که تا به این روز حزب وحدت جنبش یا شهید مزاری و جنرال دوستم یعنی سمبل اردو قوم حساب میره. خب بعد از این ما با آقای خلیلی هم در حساب که بعد از شهید مزاری هست. این حال بحثی که البته ما با استاد خلیلی و استاد دانش اینا میشکدم اختلاف ندارم، همه ایشون برادر ماست، دوست ماست، کدام مشکلی با هیچ کدامشون ندارم، یا با مدبر یا با دیگه برادرایی که ما اگر کسی دیگه خصومت نکنه ما کدام مشکل نداریم. خب این حال ما از روی دوستی باید پیش بریم، مگر اینکه ما رو هیچ وقت قبول نکنن. مثل که طالبا وقتی ما طالبا که 10 سال جنگیدیم به خاطر که رهبر ما رو شهید کرده بود و ما رو کافر میگفت. اگه نمون با همون هم کنار میگیم. اگر کسی درد گفت ما بلا میگیم، اگر کسی دم گفت ما جان میگیم. آقای کی که مرا دعوت کرده که آقای اخوانی صاحب به احترام نام برد، ما احترامش کردیم، خودش پدرش تمام میشه. اما مسئله شخصی یک مسئله است، مسئله دو ملت دو قوم یک مسئله است. و خب اونا اگر میخوای ما را احترام کنه باید قوم ما را احترام کنه. آقای بلخی را گفته بود که ظاهر خان که خب بلخی مدد چه کرده بود که جانور کوتاه میکنی؟ گفت پادشاه صاحب تو به ما چیز نکرده بودی، مرا چیز نمیتونی، لکن تو قوم مرا زدی از همه چیز محروم کردم، مردم مرا محروم کردی. عالم اگر آقای حقانی یا چهارتای بزرگای طالبا قد ما میخواه کنار بیه، با قوم مردم ما کنار بیه. به این ترتیب ما میخواییم که اما دوستی را با همه بکنیم و دوستی را ما گام ماندیم. این که باز کدام نادانی از تاجیک یا پشتون یا کدام هوشیارش یا سیاسیش قد ما نمیکنه، باز اون مسئله مربوط به اوناست دیگه، توپ در میدان از اوناست. میشنم. تشکر استاد بزرگوار، خسته نباشین، از صحبت هایتان استفاده کردیم. قبل از اینکه به سوال اساتید بزرگوار بپردازیم، یک موضوعی که من میخواستم استاد از شما پرسان بکنم این است که شما از پروژه عبدالرحمن یاد کردین که ادامه پروژه عبدالرحمن هنوز هم به قوت خودش جریان داره. فعلا وضعیت هزاره ها در حاکمیت طالبان در افغانستان بسیار اسفبار هست. کوچهای اجباری، کشتار سیستماتیک هزاره ها، غصب زمین ها، زندان نمودنشان، شکنجه کردن، باجگیری و انواع خشونت هایی را که خیلی اصلا این مسائل رسانه‌ای نمیشه. به خاطر بیرون رفت از این وضعیت هزاره ها در داخل افغانستان فعلا با او درگیر هستن، شما با توجه به اینکه همیشه در سیاست بودین و تمام عمرتان را تجربه سیاسی دارین، چه راهکاری را پیشنهاد میدین و اینکه چگونه باید با این رفتار یا عملکردی را در مقابل این وضعیت داشته باشیم؟ البته این که همه چیز یک رنگ ببینیم خواهر گرامی هم زیاد جالب نیست، که عین همون نسخه عبدالرحمن خان بریم در جان طالبان، این هم واقعی نیست، هم یک نوع همو عریضه کردن سر خود است. طالبان او شعار فعلا نمیده، در شعار نمیگه. عبدالرحمن کل او زمان خود دنیا بیخبر بود، این رسانه و تلویزیون و گپا در جهان نبودن، کل ملاها را جمع کرد، از تمام اقوام فتوا گرفت که هزارها کافر هستن و دیگه سرشون چد مالشون لیلام. اونمو بود که همگی را نظامی و غیر نظامی میکشت و کج میداد و اما چرا اون سرزمینایش گرفت و زمان به بازخواستی بود، دنیا تو خبر نمیشد. یک ماه دو ماه بعد اگه یک حادثه خبر میشد خود نبودی گپا دیگه، که بعد از اینکه چند ماه بعد این خبر در چی رسید، در نجف رسید و آقای شیرازی اعتراض کرد
سر ناصرالدین شاه که تو چرا شیعه قتل عام شد تو اعتراض نمیکنی، تا او بازرسیش آمد، تا او مکتوبش عبدالرحمن رای کرد. عبدالرحمن او زمان نماینده انگلیس بود دیگه، وایسرای انگلیس در هند اعتراض شد سرش. آخر گفتن که این گپا دروغ است و یک دوسیه جور کرده روان کردن که این گپا نشده هستن. یک بینی بزغاله هزار خون نشده، از زبان خودی بعضی شیعه نوشته کردن. خب اما آل او نیست. آل یک کسی یک جای شهید میشه، یک جای کار میشه، کل دنیا خبر میشه. اون دیروز سید امیرشاه علوی بیچاره شهید شد در جوی نو ارزگان، کل دنیا پر شد. حالا خود طالبان در غم مونده که چطور میره توجیه کنه همی قتل یک آدم به خاطر زمینش و دیگه، که او سر والی خود فشار بیار، سر از فشار بیار که نشوه که می بدنامی در پای ما نشوه. طالبان و قدیمانه نیستن که خود بدنام کنه که میخواه هزارا رو قتل عام کنه، میخواه کوچ بده. یگان تا دواجالا پیدا میکنه دیوش که برو زمین ادعا میکنه. خب طبعا پشتونا قومش هست، او سر از او فیصله رو به نفع میکنه، یعنی یک توجیه جور میکنه. اما اونمو توجیهش هم برای ما کشنده است که ما را قبول نداریم. ما سرزدای خود سطح دنیا پلان کردیم و میکنیم، ولی طالبا به حسب ظاهر و کار نمیکنه، ولی در باطن اینمی کار میکنه. در باطن مثلا هزارها را از ساختار نظام حذف کرده دیگه. ما هیچ وزیری در کابینه نداریم. یکی دو تا معین در کابینه هست که اینا بیچاره اون اختیار زیاد ندارن. اونم قدر است که جان خود نگاه میکنن، یگان جایی که یگان ضرر در کدام مزاره میرسه به عنوان شکایتگر شکایت میره پیش اونا شکایت میکنه، خودش کدام صلاحیت نداره. خب به این ترتیب یعنی از ساختار حذف شدیم. اون در بلخاب یک بهانه شد که کسی قیام کرد بیچاره مولا مهدی، اون سر از او چقدر وحشیانه عمل کردن که 27,000 نفوس از خانه‌هاشون آواره شد. خب من هم که در این دوره شما میبینید که ما تا هنوز تو مستقیم حکم جنگ و به دوستای خود ندادیم که برین بکنین، به خاطر این نظامیسته که نمیخوایم امی دشمنی رو داغ کنم که تایی که باز هم خونریزی زیاد شد. ما تا هنوز هم با شورای مقاومت یک جا گپ مذاکره را زدیم، اما یک وقتی باز اگر کار به جایی میرسه که ما به فاز دیگه میریم، به فاز جنگ، باز اون حوادث قابل پیش بینی نیست که چی میشه. ولی حال راه حل دمی دیدیم که ما از راه مذاکره، از راه بسیج افکار عمومی مردم، از راه بسیج دنیا، کشورهای همسایه، جهان کار بکنیم که یک حکومتی بیه که در اونجا همه شمول باشه. در اونجا پشتون باشه، تاجیک باشه، هزاره باشه، ازبک باشه، ترکمن و همه اقوام با هم برادر ما در اونجا در اون ساختار شریک باشه. ما راه حل ما فعلا به مذاکره هست، اما ببینیم که در فاز دوم خدا نخواسته که هیچ راه حل پیدا نمیشه که باز همگی وارد جنگ شود، او بحث دیگه است. بله استاد، صدای شما رو داریم. شما صدای ما رو داریم فعلا؟ بله جناب استاد تشکر. سوالایی که دوستا داشتن، صحبت‌های خوب شما را شنیدن و در رابطه با سوالشان جوابایی که شما ارائه کردین و مستفید شدن. در این قسمت از همه دوستایی که در جمع اسپیکر هستن یا ما که درخواست داده بودن یک کوتاه سوال در رابطه با این عنوان می داشته باشیم. مسئله 11 سپتامبر هست و پیامدهای از او برای افغانستان و امریکا. بسیار کوتاه 2-3 دقیقه از هر مهمانی که در جمع، هر دوستایی که در جمع اسپیکر هست از جناب استاد سوالی دارن برایشان مایک ارسال میشه. جناب استاد ناصری، شما یک بار مشکل تکنیکی پیش آمد، یک فرصت کوتاه برای شما هست، اگه سوال دارین از استاد بپرسین. سلام علیکم، صدای ما را دارین؟ سلام جناب ناصری. بله صدای شما هست. موفق باشین. از صحبت‌های مفصل تاریخی و بک‌گراند که واقعا اکثرشان فراموش شده استفاده کردیم و خوب است. هم سلام خدمت شما تقدیم داریم استاد عزیز و همینطوری خدمت همه مدیران محترم اجرایی و تشکر میکنم از انجینر صاحب سلطانی و خواهر ما لسانی صاحب و همینطوری جنابی آقای رحیم زاده و به عنوان گردانندگان این بحث
بسیار جالب خوب و همینطور کلی برادرها و خواهرایی که در اسپیس شرف حضور دارن. ما فقط به طور خلاصه دو نکته رو یادآوری میکنیم که خدمت عرض کنیم که یک موضوع خوب است، استاد شرف حضور داره. استاد بعد از برگزاری انتخابات دور اول که شما نفر سوم شدین، خدمت شما ما در منزل رسیدیم، در امو زیر پل سرخ در امو منزل در چمندیش نشستیم، خدمت شما یادآوری کردیم که اگر میخواین سیاست بکنین سیاست میکنین یا نه. شما فرمودین که بله در افغانستان بدون سیاست نمیشه. ما خدمت شما یادآوری کردم، گفتیم یک طرح هست و عبارت عزیز که اگر میخواین سیاست بکنین در آینده، جامعه هزاره یک ساختار سیاسی ضرورت داره و یکی است که شما بیاین لطف بکنین، توانمندی هم وجود داره، هم بالقویش هم بالفعل. کنگره ملی هزاره ها را سرتاسرش را شروع بکنین، آغاز بکنین که تا جامعه هزاره تبدیل شود، یعنی صاحب یک سخنگویی مشروع و قانونی کلی و همه جانبه شود که باز در تمام ادواره ها و دیگر افراد ممکن خدای نخواسته نباشه، ولی خود این استراکچر سیاسی میتونه حق مردم را به اسرا بیان بکنه و همیشه هم سند جاودانه میشه برای یک حرکت سیاسی. خب او زمان پذیرفته نشد. مسئله دوم، دکتر عبدالله راستش اینه که خدمت بکنیم در دور اول وقتی که در مقابل آقای غنی آمد، همون 40 چند درصدی که بود، 46 درصد به 44%، او مستلزم از این بود که باید اونجا ایستاد میشد. ما میخواستیم یادآوری کنیم که متاسفانه او زمان هم خدمت شما گفته شد که دکتر عبدالله فرد نیست و شایستگی از این نداره که صاحبای رأی شود و رأی مردم بتونه مدیریت بکنه و جایی برسانه، که سرانجام آمد در یک به اصطلاح غروپیش آقای خلیزاد جانکری بود زمان سری از اونا آمد، بالاخره عقب نشینی کرد و همه چیز را برباد بردن. ما تشکر میکنم، کدام سوال خاص را نداریم، فقط استفاده کردیم. پیشنهادی که داریم در این زمینه خدمت را بکنیم که و عبارتی عزیز که ما یک بحث بگیریم با حضور استاد صاحب محقق، دیگه دوستایی که علاقمند است، یک بحثی بسیار مهم و عبارتی عزیز که جعبه سیاه سقوط حزب وحدت و شهادت شهید مزاری در غرب کابل و اینکه چرا به اصطلاح وقتی که او زمان ما در کابل بودیم شهید مزاری و همینطوری قماندانایی که پهلویش مانده به عنوان 12 نفر عضو شورای مرکزی 100% مخالف با مذاکره با طالبان بود، ولی از خارج از پشاور چه رقم سازماندهی شد. این موضوع باید باشه و با علت از اینکه موضوع بسیار یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده است که ایران باید نسل امروز اینا بالاخره در بحث شرکت بکنه و در جریان قرار بگیره تا زاویه های تاریک و فاکتورهایی که منجر به قضیه شد که سرانجام منجر به شهادت شهید مزاری شد. چون شهید مزاری اگر شهید نمیشد بدون تردید و بدون به اصطلاح اگزاجریشن اون وقت پیروزی هزارها به تأخیر نمی افتاد و این دچار یک هرج مرج نمیشد. این یک پیشنهاد بود. تشکر میکنم از اینکه وقت دادید. تشکر جناب استاد ناصری گرامی. دلسوزی شما نسبت به قوم و نسبت به وضعیت احوال افغانستان همیشه قابل ستایش بوده. خدا کنه که یک دو بار یک دست ما بالا شده، خب این خواسته سوء تفاهم نشود. پیشنهاد شما را حتما یادداشت میکنم جناب استاد ناصری و متباقی دوستایی که درخواست چنین پیشنهادها را یا همین قسم پیشنهادها داره لطفا در این یک اسپیس در کامنت اسپیس یادداشت بنویسین و یا هم اگر در مسیج باکس ما ارسال کنین بهتره، چون وقت دوستا هم گرفته نشه و استاد هم خسته شده که سوالا بسیار زیاد هست. دوستا سوالا را ارسال کرده و همچنین در کامنت همین اسپیس همچنین سوالا زیادی وجود داره. جناب استاد احمدی، جناب رحیمی صاحب، اگر امیر هر سوال علیده جواب بگیم بهتره که باز فراموشم نشه و نمان از کدام میشه. جناب استاد صدای مرا دارین؟
بله استاد میشنم. استاد ناصری سوال مشخص نداشت، یک پیشنهاد داشت و یک موضوعی که موضوع داخلی هزاره ها هست در رابطه به عنوان او ارتباط مستقیم نداره. به این منظور اگر خود شما چون وقت دوستا گرفته نشود 11 سپتامبر و پیامدهایش بسیار سوالات زیاد هست، از شما اگر خواهش کنیم که در این قسمت اگر صحبت های شما نباشه چطور است استاد محقق اگر چون استاد ناصری یک موضوع احزاب داخلی هزاره ها را یک اشاره داشته. درست است. خیلی بازور باز اگر لازم شد در یک مجلس اگر خب بحث کرد باز دو خیلی گپ میزنیم. خب سوال دیگه. بله تشکر. جناب استاد احمدی ما خدمت شما است. در ظرف یک دو سه دقیقه یک سوال کوتاه از استاد اگر داشته باشین. آقای احمدی اگر پشت مایک تشریف دارین. متاسفانه آقای احمدی نیست. نوبت هم اگر باشه درباره گپای جناب ناصری صاحب یک دو گپ میزنم به خاطر که بخی بازدم تو به جواب و به چی رفت واقع معلوم نشود. خوب است. اونا در قسمت مسئله کنگره گفتن، کنگره سراسری هزاره ها یک ایده بسیار خوب است، اما از یک چند جهت کمی مشکل است. برای که در تمام دموکراسی های جهان که میبینین همه احزاب به اساس یک قوم خاص زیاد یعنی عملی نیست. مثلا شما یک نمونهش همه کشور نزدیک همسایه ما که هست، همه کشور پاکستان، یعنی اینجا که هست همه احزاب گد و بد است. پشتون در مثلا در چند حزب است، پنجابی در چند حزب است، سندی در چند حزب است. همه رقم در دموکراسی که بود باز اینمی آدم رو محکم گرفته نمیتونه که او برادر تو دو حزب نرو، اختیارشون میره دیگه از این خاطر کنترل از کم مشکل است. ما نمیتونیم که بگیم برادر بین که در یک مجموعه همه ما باشیم. میگه برادر من میرم در نزدیک حزب، یعنی خوب حزب است. یعنی کم مشکل است که آدم را جمع کردنش مشکل است. دوم مسئله که جعبه سیاه شهادت شهید مزاری رو گفتن، دوم مسئله هم خب ما البته فرصت شوه باید گپ شما ارزیابی و بررسی شوه، ولی یک مسئله هست که درباره مسئله شهید مزاری را بسیار حال تحریف میکنن. میگه شهید مزاری در مذاکره رفته بوده پیش طالبا که اینی یک نوع دشمنای زیرک و دوستای نادان میگیره که تا اینطور وانمود کنه که آقای مزاری همون قدر بیخبر بوده که طالبا رفته مذاکره کنه و طالبا رو گرفتن و شهید کردن، در حالی که آقای مزاری نفر که اون نظرات تیر میشد میفهمید که او به اصطلاح مردم که رگش کدام طرف میپره. او مسئله اینطور نبود. آقای مزاری تا آخرین لحظه ماند و ای که خدمت سنگر هیئتا مذاکره کرده باشند گفته نمیتونم که این سنگر از کی باشه یا از کی باشه، خب مسئله جنگ بود. اما ای که آقای مزاری با اونا رفته مذاکره کرده باشه، این گپی است که گپ دشمنای زیرک و دوستای نادان است که تا اینطور وانمود کنه که مزاری ساده لح بود که رفت مذاکره کنه، اون آخر رو گرفتن و اونجا شهید کردن. آقای مزاری تا آخرین لحظه بود، وقتی که همه متفرق شد از پیشش هیچ کس نماند. خب تحریم بودیم دیگه، ما در اون زمان تحریم از چهار طرف دیگه، مهمات خلاص شد، سنگرها خلاص شد، کل قماندان ها همگی پراگنده شد. آقای مزاری از اونجا آمد در جایی که یک چی هستن آخر برچی، در اونجا یک جایی که شهید مقصودی اینا جایشان هستن، در متکخانه از اونا آمدن. بعد از اونجا با چند نفر اینا به طور ناشناس میخواست که از منطقه خارج شود. اگر شما دیده باشید در عکس استاد مزاری یک کلاه چی در سرش هست، کلاه پشمی، یعنی با اون صورتی که حیاتی که لنگی چیز به اصطلاح ما شما لنگی مارمولی، اون لنگی هایش نبود، اون تنها همون یک کلاه پشمی در سرش بود که کسی نشناسم تیر شده بره. خب کدام کسی او رو شناخت دستگیر شد. اون میخواست همون تو بره از طریق تنگیر لوگر یا کجا طرف میدان شهر بره، از طرف میدان شهر در بامیان بره. یعنی به این مذاکره با طالبان نکرده بود که تایی که او را عوامل طالبان شناسایی کرد دستگیر کردن دیگه. گپ همی بود. سلامت باشید.
میشنیم. تشکر از شما استاد. آقای صدیق بفرمایید، مایک خدمت شما هست، میشه که شما هم صحبت هایتان را کوتاه داشته باشید. بفرمایید. تشکر خواهر لسانی آل قدر جناب انجینر صاحب سلطانی، وکیل صاحب رحیم زاده. بسیار برنامه خوب است. در مهمترین عنوان جناب استاد محقق یک از شخصیت های تاثیرگذار افغانستان و به ویژه در جامعه هزاره و هزاره، بعضی کسا هزاره التشیع میگم، ما خودمون جامعه هزاره میگم. امیدوارم که در آینده اقوام به نامشان یاد شود. و جناب استاد محقق یکی از شخصیت های است که جرأت برای جهتگیری، برای تعامل و برای بیان واقعیت ها را داره و در این قسمت واقعیت ها را که صحبت کردنم بسیار صادقانه و خوب بود. یک تصویری از گذشته چند 20 سال 23 سال یک تصویر ارائه کردن و خیلی زیاد خوب بود. حملات 11 سپتامبر یک حمله تروریستی منحصر به فرد بمانند که تاریخ در او این طرح حادثه را به خود ندیده بود و کس تصور نمی‌کردن. این گویا مثل یک فیلم تخیلی بود که این توسط القاعده در امریکا اجرا شد. و هر صورت این هر چی که باشه، یعنی حملات 11 سپتامبر جو جهان، خطرات جهان، تعامل جهان و دیدگاه جهان در ارتباط به مسائل امنیت بین الملل و که مجموعی از پتانسیل ها و تهدیدهای امنیتی است، بالکل تغییر داد. کشورهای زیاد بوده که بعد از دید خود تغییر قوانین خود در مبارزه با تروریسم تغییر دادن، مورد بازنگری قرار دادن. خب بعد از مردم جهان فهمید که خطر تروریسم به ویژه تروریسم ایدئولوژیک، او تروریسم که از ایدئولوژی آب بخوره، یکی از برجسته‌ترین خطرات است. یکی از This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. خطرات بسیار برجسته، یک از تعداد بسیار برجسته تمام جهان هست. این خطر چرا برجسته است؟ این خطر میتونه که کسی حملات تروریستی میکنه میتونه که یک شخص باشد، حتی با تغییر چهره چندین سال تغییر چهره بده. خود مدافع حقوق بشر بگن، خود مدافع حقوق برابری حقوق مرد و زن بگن، حامی حقوق اقلیت ها بگن و بالکل یک نقش بدیل، یک نقش دوگانه بازی کنه. وقتی به مقصد رسید وقت باز کاری خود کنه. دکتر صدیق با معذرت اگر که جنبندی داشته باشین، چون وقت دوستا کم مانده و استاد هم خسته شدم، سوالات باقی است. خب پیامد ترکش جناب سلطان صاحب، پیامد حادثه سپتامبر بر افغانستان از دید ما این باز شدن یک فصل نوین برای افغانستان بود. افغانستان در وقت در آغاز قرن 21 این به تمام معنا در یک شب بسیار سنگین، سیاه و مسموم فرو رفته بود. زنا با وضاحت میگه حتی صدای شنیده نشد، دیده نشد، حتی صدا چک تک تک پای شنیده نشد. در تمامی ادارات افغانستان یک زن حضور نداشتند. یعنی یک فصل نوین برای افغانستان، یک فصل نوینه که در او نظام طالبانیسم سقوط کرد، فرصت طلایی برای افغانستان فراهم شد، میلیاردها دلار برای افغانستان آمد. اما رقمی که شما میدانین یکی از پایه‌های اصلی فساد نبود پتانسیل یا ظرفیت برای کار هست. افغانستان او زمان ظرفیت برای تطبیق پروژه ها نداشت. افغانستان او زمان ظرفیت برای مصرف تمام اونچه که جامعه جهانی برای افغانستان میدادن نداشتن. از این لحاظ بود که فساد. بله سلطان صاحب گرامی، خلاص تایم یا یک دقیقه دیگه وقت دارم؟ نه تایم شما خلاص شده. معذرت دکتر صاحب چون دوستان درخواست ما زیاد دادن و قسم سوال هم
زیاد در کامنت همه اسپیس هم هست و در مسیج باکس هم ارسال شده. اگر نوبت هم باشن نوبت بانو عطایی است، هم ترکیب جنسیتی مراجعه و از بانو عطایی یک سوال کوتاه می داشته باشه. بانو عطایی صدای مرا دارین شما؟ فکر کنم بانو عطایی مشکل. درود بر شما آقای سلطانی. اگر ممکن است من سوال خود بعد یک نفر دیگه بپرسم. درست است. جناب استاد محقق گرامی، اگر در یک بار دیگر در اصل موضوع برگردیم، گرچه شما یک تفصیلات بسیار خوب داشتین، منتها در مشخص در او رابطه صحبت نشده و یک جهت بسیار مشخص هم داره و صحبت های زلمه خلیلزاد و وزیر داخل طالبان هست که دعوت از رهبران سیاسی کرده در اواخر که هر دویشان در دو مقطع زمانی نه چندان دور صحبت داشتند که تفاوت‌های صحبت‌هایشان بسیار زیاد هست و در لحن صحبت‌های آقای خلیلزاد و وزیر داخل طالبان بسیار زیاد دیده میشه. یا به قسم ساده اگر بگویم، آقای خلیلزاد به یک لحن بسیار کوچگی یا لحن بسیار تمسخرآمیز به متواقی رهبرای سیاسی 20 سال اشاره داره که شما بیاین در افغانستان، و همچنان آقای وکیل داخل طالبان که در بامیان در اواخر صحبت داشته، اونا هم یک صحبت‌های در رابطه با دعوت از شما و جناب استاد خلیلی داشتن. ارتباط این دو صحبت‌ها چی رقم میتونه باشه؟ شما اگر یک توضیحات بیشتر بدین. من فکر میکنم که ارتباط بین از این دو صحبت من زیاد تو نمیبینم. فکر میکنم که همون رقم تصادفی این دو گپ برآمده، به هم دیگر نخواد کنم تفاهمی شده باشه. آقای خلیلزاد فکر میکنه که هنوزم سفیر امریکاست و هنوزم اختیاردار تام امریکاست و هنوزم قوای ناتو در افغانستان است و اینا میخواه که اون امور قمزور بگویه، لچکگری کنه، توهین کنه، تحقیر کنه، در حالی که او توهینی که خلیلزاد به رهبرای افغانستان کرد، او توهین به رهبرا نبود، او توهین به تمام اقوام افغانستان بود. در اینجا شما ببینید در این شورای مقاومتی که هست که غیر از اینکه حالا ما ببینیم گروپ حرکت عدالت ملی است که چی است، از جناب اتمر صاحب و نام شخصیت های زیاد اونجا است، جناب نبیل صاحب نام هستند، ولی خب از نظر ما عمده‌ترین کتله‌ای که مقاومت است در شورای مقاومت ملی به نجات افغانستان جمع است. در اینجا بزرگای هر قوم است. در اینجا مثلا استاد سیاف است، از نگاه مذهبی، از نگاه سیاسی، اما در پشتونا فکر میکنم سلامتش است. حالا که زور طالبا داره دیگه. خب یک آدم تحصیل کرده که پروفسور است در جامعه الازهر خوانده و از نگاه جهاد همون جهاد کرده، مقاومت کرده، خود در حکومت ها بوده، یک شخصیت بارز است. خب یا مثلا از برادرای تاجیک، اون دانه درشتای تاجیک ها کلا نمیشه است، از جناب آقای صلاح الدین خان و استاد داماد خان نور و احمد جان مسعود و دیگه هر کدام از اینا را که بسنجی یک وزنی خود داره. اینا یا مثلا ازبک ها بیشتر در قیافه مارشال صاحب دوستم شناخته میشه، یا ما و آقای خلیل اگرچه که شاید خوشی امریکایی ها یا خوشی خلیلزاد نهیم، اما در بین قومای خود ما یک نفوذ خود داریم. میگه با حقارت سوی کس از دیده خودبین مبین، ذره هم در کشورش منظومه خورشید داشت. اگر مردم هزاره در افغانستان کم است یا زیاد است یا در سیاست رول داره یا نداره، یک مردم است، یک 10 میلیون انسان است. این رقم یک بی‌محابا تاختن و توهین کردن در حقیقت اون محیط خود رو نشان داد که به یک کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. او هم گپ خودش ماهیت خود فاش کرد.
دیگه اگه نه اون آقای کیم گفت، آقای حقانی، با این که ما مخالف هستیم و حکومت است ما رو گیر کنه، شاید جنجال ما زیاد شود یا خیر نیروهای از اونا خب قدم ها درگیر است. اینال وقتی که او میگه بسیار با شخصیت همون چیز خود رعایت کرده میگه، به او خاطر اینا که اینا کردن خب از ما خواستن که ما بریم، ولی من جواب خلزادم گفتم، جواب آقای حقانی رم گفتم دیگه، تکرار از او ضرور نیست که اونا شخصا از ما دعوت کنم. من فقط درماندیم که برم همون یا خانه گلی یا قلوخی یا چی که دارم یا بطونی امور رو برم دقیقا از اون مونده بشه که برای خدا نمیره تا دمه بیتی که اگه دنیا قیامت بشه. نه من همون کسی هستم که یک خانه طلا و یک خانه کا داشته باشم، پیش از کا هم خانه طلا را خرج میکنم، واد میکنم در مردم و در کسایی بنده خدا باشه. اما آتش دارم که تا بگار هرچی دارم امور بیتم در مردم خلاص کنم. من هیچ در قصیه از او گپا نیستم. در خانه خود در جای خود اگه ماند اونجا میمونه، اگه نماند میگیره دیگه. چنانچه ولی بعضی چیزهای ما رو در مزار اونجا خوایای ما رو گرفته و مدرسه جعفریه را سرش را جور کرده رایسته که مدرسه را خراب کنن، مدرسه دینی مردم دیگه. اگر خراب کردن هم نوش جانشون بکنن، اگر زور ما رسید دیگه وقتی میگیریم نرسید نوش جانشان. نه قانون که نیست و چیز. یعنی به اون ترتیب اونا ما با او گفتیم که ما شخصی ما کدام چی نداریم، ما بین که ما اگر میخواین دعوت کنین از کل شورا دعوت کنین که شورا به قطعا بشینه افغانستان آرام شه و مردم بگین حکومت جور شد، یا حداقل حزب ما مردم ما نظر گرفته شد. ما آقای خلی بریم اونجا چی سلام علیک کده بریم که مردم بیچاره هم خود از ما توقعات داشت که آقا توقع از نام هیچ چیز برآورده نشد. سلامت باشه. خانم مریم عطایی صدای ما را دارین؟ بله من صدای شما را دارم. میتونم سوال خود بپرسم؟ صدای ما را دارین؟ خانم عطایی میشنوین؟ صدای ما را دارین؟ وکیل صاحب در امزار ما صدای شما را داریم، صدای بانو عطایی را داریم، شما متاسفانه صدای یکدیگر را نداریم. بانو عطایی ما یک خدمت شما است، بعد سوالتون از استاد بپرسیم. بله سلام آداب کنم خدمت آقای سلطانی، بانو لسانی عزیز و جناب آقای رحیمی. جا داره تشکری کنم از استاد محقق گرامی. صدای مرا دارید؟ بله همون. بله و همه بزرگواران و نخبگان چی در بخش اسپیکر و شنونده حضور دارن و نگران سرنوشت مردمشانن. واقعا سوال ما است که مطابق به مطالعه تاریخ دوران ببرک کارمل و سپس دوران نجیب نسبت به گذشته های تاریخی یکی از دوره های خوب تاریخی حساب می شد. با سپس جنگ هویت در بخش غرب کابل و بعد هم وضعیت پس از کنفرانس بن، حالا چرا رهبران هزاره نتوانست در این فصل سیاسی 20 ساله قدرت هزاره ها را تثبیت کنه؟ یعنی روی کرد سیاسی رهبران هزاره با میران هزاره در دوران عبدالرحمن واقعا چی تفاوتی دارد؟ در او زمان هم میرها تا آخرین لحظه موضع جنگی مشخص علیه عبدالرحمن نگرفت و رهبران هزاره که یکی از آنها شما باشید نیز این کار را نکردیم. چرا؟ و چرا واقعا از تاریخ عبرت گرفته نمیشه؟ اگر مردم عام عبرت نمیگیره چون دانش کافی یا تجربه کافی شاید نداشته باشه، حالا چرا رهبران تاریخ خوب مطالعه نمی کند؟ واقعا سپاسگزارم. بله جناب رحیمی صاحب میشنوید؟ بله جناب استاد، من گمان میکردم که خانم عطایی رو صدایش را من ندارم و برنامه جریان داره، حالی معلوم شد که
چی نبوده. خب کم کم گرچه سوالات زیاد است، تعداد زیادی از مخاطبین عزیز ریکوست فرستاده. وکیل صاحب ریپرزنت صدای مرا دارین شما؟ من صدای شما را دارم سلطانی صاحب. بله، بانو عطایی سوال کردن، سوالشان تمام شد، استاد صدایشان داشتن. جناب سلطانی صاحب، بله استاد ما خدمت شما. درست. یکی خوب امی سوالشون گرچه به ارتباط موضوع نیست، ولی خب به هر حال بد نیست که یک تماس بگیریم به سوال خانم عطایی. درست است؟ درست است، بفرمایید. اینا گفتن که دوران ببرک کارمل دکتر نجیب اینا بسیار دوران خوب بود. البته من در این نظرشون موافق نیستم و شاید اینا سنشون خورتر باشن، از او دوران خارج 45 سال میگذره دیگه، شاید به یاد نداشته باشن، ولی من به عنوان یک راوی صادق تاریخ میگم که این گپ درست نیست. دوران ببرک کارمل رو دکتر نجیب البته به شمول خلاق و آموزگار خلق آقای ترکی و به شمول ستاره درخشان انقلاب ثور آقای حفیظ الله امین بسیار یک دوران سیاهی بر مردم افغانستان بود. این دوران از اینا 1.5 میلیون شهید از مردم افغانستان گرفت. اگرچه ما بسیاری از پیروان از اونا رفیقای ما هستند که ما به اونا کارشان نه، من باب یک واقعیت تاریخ میگم، چنانچه اونام شاید مجاهدینی که یک کارهای بد کرده با یک وقت میگن. من بر شما بگویم که در دورانی که حکومت کمونیستی کودتایی سر کار آمد، یعنی 10,000 یا شاید هم زیادتر مردم افغانستان به نام فیودال، به نام اخوان الشیاطین، به نام ملاک، اینا را از خانهایشان گرفتن بردن بدون محاکمت از زیر بلدوزر کردن در تمام ولایات و تمام علمای بزرگ افغانستان خصوصا شیعه را که من یاد دارم، دیگرم ختما همونطور کردن، اینا رو بردن بدون محاکمه. روزی که بردن شبشون بردن در یک جای کشتن انداختن. مثلا شما از مزار یاد کنم آیت الله سید نادر بحر، آیت الله شیخ سلطان محمد ترکستانی، آیت الله شیخ قمار فسیحی، آیت الله سید زین العابدین واعظ، یک دانه درشتایش همین بود دیگه. چیزی ملا و چیزی کلان شوینده و میسفید که داشتیم همهش رو برد دیگه. آقای ترکی بخیر زیر سر خمون داره دیگه. هیچ کدام از اونا تا امروز اولادایشون نسل در نسلشون ندیدن که نگفتن به جرم چی اینا خدا نخواسته قتل کرده بود، جنایت کرده بود، دزدی کرده بود، چرا بردن اینا؟ این از کابل آیت الله سید سرور واعظ، آیت الله محمد امین افشار، آیت الله این دیگه آقای شیخ اسماعیل مبلغ